در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست و گوید من چنین دزدیده‌ام، لب بگوید من چنین بوسیده‌ام، پا بگوید راه حرام، گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام. در قیام هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست و گوید من چنین دزدیده‌ام، لب بگوید من چنین بوسیده‌ام، پا بگوید رفته‌ام راه حرام، گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میانا نام او. رفت سوی سینه تاتار و کرد، یا مسلمان یا قرآن بمرد. مسلمان شأن بین خالد و فاروق و ایوبی، در گذر مثل کلید نیل، سوی آتش گام زن مثل خلیل. همچو شمع لاله سوزم در خیابان، ای جوانان عجم من و جان ما. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم من و جان شما. این شیعه هفتم بعد از او دستش را به خود ندیده است، تحت پیش گفته بود که این نفاق تفاوت ملعونون و یک پیشگان رافضی پیشگان لیس لهم دنیا منصورا ولا دین الله. ما قومی هستند که ملعون نفی لیس لهم دنیا منصورا، دنیایی که به دست میارند، قدرتی که به دست میارند موفق نخواهند شد. اجبل الناس بها ولا دین الله، نه دنیای منصوری دارند، نه دنیای روزی دارند، نه دین مقبولی دارند. رسمیه و باد و برگ خزونه میرن آدما، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. عجب رسمیه رسم زمونه، قصه برگو
درود حق بر روح مجدد دوران مولانا عبدالعزیز آن گوهر ایمان ای پیر فرزانه نور این خانه به شمع تو روشن مکی چو گلشن الهی ما مردیم ز داغ دامنی مجاهد نستو طبیب روحانی رنگها بشد زد در سوگ شیرمرد سوختیم خدایا از ناله بودن دو کفتر خونین دو گوهر زرین ضیایی و صیاد ارواحشان بادشاه ز خون تو صیاد بندر شد آباد تو ای ضیایی چشم و چراغی مایی نو رفته از چشمان آن قطب کردستان آن لاله و ریحان ملا احمدیان در سوگ تو گرید ماه و هم خورشید به یاد لاله دل بی قراره میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه ز مجلس ما رحمتی بر شمس خراسان مولانا مطهری آن اصبع ایمان آن شمع سوزنده ماه تابنده روحش معطر قبرش منور میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه رفت سایه از سر اومد کی را اختر نور دارالاسلام مفتی خدا نظر ز داغ هجرت ای پاک دلها شده چاک چشمم پر از خون اشکم چو جیحون آزاد و آزاده احمد مفتی زاده در جبهه حق بود همیشه آماده آن شمع کردستان حامی قرآن روحش به رضوان در جمع پاکان روح تو خندان چو گلهای بهاری مولانا عبدالعزیز الله یاری آن خدمت و
دل چو دریا جاری میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه صد ناله و از قصه جانتا رفتان ربیعی آن فخر کرمانشاه شد بهر دین قربان خونین چو عثمان صبری بده رب در سوگ یاران میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه میرن دعوت عیسی و موسی و محمد یکی است. دعوت توحید، دعوت اسلام، خداپرستی تنها. ای یهودیان، ای مسیحیان، ای مسلمانان، ای شیعیان، ای سنیان، بیایید این شرکه ها رو دور بندازیم، تنها و تنها به سوی خدا برویم. حرف شیادان دینی رو، کلاشان امامتراش و قهرپرتراش رو دور بندازیم. مسلمانم و با شهامت، غیرت و جرأت و هم شجاعت، این هدف در ره دین و ایمان، عاقبت یا ظفر یا شهادت، عاقبت یا ظفر یا شهادت. این حقیقت بدان ای مسلمان، شد فدا جان فاروق و عثمان، حمزه با آن جگر پاره پاره، خالد و حیدر و سعد و سلمان، حمزه با آن جگر پاره پاره، خالد و حیدر و سعد و سلمان، 100,000 جوان لالگون شد، این زمین بهرشان رنگ خون شد، بهترین بندگان و رسولان، اشک و خون محمد برون شد، اشک و خون محمد برون شد، بهترین بندگان و رسولان، اشک و خون محمد برون شد. بانگ تکبیر و در اقتدار من است، اقتدار من است، جام شهد و شرف افتخار من است، افتخار من است. دین احمد غریب و حزین است، ناله ها در جهان پرطنین است، در شمال و جنوب شرق و هم غرب، دین حق را خطر در کمین است. هم و غم مسلمان مقام است، ثروت و کاخ و یا پست و نام است. هم و غم مسلمان مقام است، ثروت و کاخ و یا پست و نام است. خواب و غفلت سراپا فتاده، فتح و پیروزیش هم حرام است، فتح و پیروزیش هم حرام است. غیرتت ای مسلمان کجا رفت، شوکت و عزتت در فنا رفت. گر صحابه ببودن در اینجا، نام ذلت به باد هوا رفت. بیش از این تا به کی در جهالت، تا به کی خواب و در حقارت. بیش از این تا به کی در جهالت،
تا به کی خواب و در این حقارت، زنده کن دین بر حق احمد. آن رسولی که گرید برآید، آن رسولی که گرید برآید، زنده کن دین بر حق احمد. آن رسولی که گرید برآید، بانگ تکبیر و زب اقتدار من است، اقتدار من است. جام شمس و شرف افتخار من است، افتخار من است. ای خدا در رهت جان نثاریم، چون حسینت شهادت شعاریم. ای خدا در رهت جان نثاریم، چون حسین شهادت مرامیم. کربلا در خون و شجاعت، نخل دین با شهادت بیم. جان نثاران به راه خداییم، ما مسلمان و هم با وفاییم. در راه دین و آیین و ایمان، ما همه با داییم. من مسلمانم، 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 من مسلمانم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي نسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، على أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وصحل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا ويؤذينا بحولك وقوتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. با همه شبیهات بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفى علیه الصلاة والسلام و علی آله و صحبه الكرام، و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال در این روز مبارک جمعه که بهترین روز مسلمانان باشد، کسانی را که فرض عین خود را به عنوان یک فرض عین کرده اند، من نماز جمعهشون را بپذیرد، و از کسانی که
یک نمایش سیاسی و خار و ذلیل مبدل کرده‌اند که خود سبب دینگریزی مردم شده‌اند. خداوند اونها را هدایت کند و اگر هدایتشون مقدر نیست، بلایشون را، مصیبتهاشون را، فتنهاشون را، ظلمهاشون را از سر کشور ما بردارد، لشکریان خودشان مبتلاشون بکند. و با سلام به از واشنگتن تا لاهور، از کابل تا تهران، در سراسر این گیتی، و شکر خدا را که به ما و شما توفیق داده که بر گرد بهترین سخن که کلامش باشد، کتابش باشد، زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی‌هایش، از راه ارشادش، از نورش، از خورشید معنویتش برای روشن کردن قلب و راه دنیا و آخرت خود سود ببریم. بخصوص در این شبستان تاریک اهل کفر از یک طرف و از طرف دیگه دنیا را آلوده کرده‌اند. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنان حایل، کجا دانند حال ما سبکبار ساحل ها. و با تشکر از اینکه ما را مهمان خانهای خودتون قرار داده اید که از خداوند متعال تقاضا دارد که خانهای ما و شما را با نور علم و ادب و توحید و قرآن و سنت نبوی منور بسازد و از ظلمت و تاریکی بیدینی و بددینی و خرافه و شرک و قبرپرستی و هر آنچه از ادبیات فریبنده و ننگین حوزه های شرکیه غالیان مدعی تشیع می باشد، ما و شما را ازش دور و افکار ما و شما را ازش پاک و مبرا نگه دارد. و چون این کاری ممکن نیست مگر با فهمیدن قرآن، بهترین سخن، کتاب هستی، کتاب زندگی. و شکر خدا که رسیدیم به 8 سوره یوسف علیه نبی الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون تفسیرش را انشاءالله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. در این قصه که گفت رب نکو که از یوسف است و ز اخوان او، نهفته است بسیار اندرز و پند بر آنان که هستند حکمت پسند. به یوسف بگفتند اخوان او، بکردند با او چنین گفتگو که هستیم گرچه برادر ولی بود عاشق یوسف خود ولی، ورا دوست دارد ز ما بیشتر که از حب او هست دل ریشتر. چو بر عشق یوسف بگشت دوچار بگردید گمراه بسی آشکار. قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
در جلسه گذشته به این مطلب رسیدیم که یوسف به چند علت زیبا بود. یکی از جهت وراثت، برای که جدش اسحاق علیه نبینا الصلاة والسلام از یک زیبایی و جمال فوق‌العاده برخوردار بود و جدش ساره علیه السلام مادر اسحاق عیال حضرت ابراهیم علیه نبینا الصلاة والسلام موقعیت تاریخی داره که در تورات راجع به جمال او حکایاتی اومده، به اندازه‌ای که بنابر روایت های بنی اسرائیلی که حضرت ابراهیم علیه نبینا الصلاة والسلام در مهاجرت و مسافرتی که میرفت تا جایی که امکان داشت او را از انظار دیگران پنهان میکرد که مبادا کسی به نظر بد به او نگاه کنه. این یک جهت. از جهت تولد دوم، برای اینکه به تجربه رسیده بنا قول بعضی از اهل علم که اولاد پدر پیر زیباتر میشن. اینو آیا پزشکان تایید میکنند یا نه من نمیدونم، خصوصا که اگر مادر هم زیبا باشه. البته مادر یوسف راحیل هم این چنین بوده. سومین علت، آب و هوای دلکش معتدل فلسطین، ساحل دریا، سرزمین مبارک که طبعا حسن پرور و دارای نسیم روح افزا و تپه های معطر پرگل و ریحانی که به سرزمین شیر و عسل معروفه. و از همه مهمتر این که قدرت الهی بخیل نیست، به هر کس که بخواهد و حکمتش تعلق بگیرد حسن و زیبایی میبخشه. بی که زیبایی ظاهری میده، بی که زیبایی باطنی میده، هر کسی نعمتی داده. لیکن وسایل زندگی و تربیت و حفظ الصحه اگه هموار باشه، همراه با حسن خدادادی که فرموده و صورکم فاحسن صورکم، شما رو بهتون شکل داده و شکلتون رو زیبا کرده. اگر چنین چیزی رو پدر و مادر بتونند حفظ کنند، یا ممکنه یک پدر و مادر بتونه حفظ کنه، یک پدر و مادر دیگه نتونه، به واسطه فقرش، به واسطه جهلش. اما یوسف علیه السلام علیه نبینا الصلاة والسلام که در دامن پدری پیغمبر به دنیا آمده که به اوضاع تربیت و محاسن طبیعت دانای، ثروت هنگفت حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق علیهما نبینا الصلاة والسلام هم به دستش افتاده. یعنی از جهت مادی، از جهت معنوی، وسایل تربیت این کودک زیبای خودشو داره و همچنین در لباس و غذا و پاکیزگی. همه این علت ها دست به دست هم داده زیباترین فرد را در میان بشر به وجود آورده که محل حیرته و یکی از آیات قدرت و قلم صنع پروردگاره. اما چنین نعمتی متاسفانه مایه ناراحتی صاحبش و حسد برادرانش میشه. اگر این نعمت رو نمی داشت، اگر را با مگر تزویج کردند، از ایشان بچه ای آمد کاشکینا. اگر این نعمت را نمی داشت به اون مصیبت ها مبتلا نمی شد. پس این نعمت بزرگ سبب مصیبت بزرگ هم برای شد، برای یوسف سبب حسد برادرانش شد. ولذا قرآن میفرماید که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. لقد در دنیا هیچ نوشی بدون نیش نیست، هیچ خوشی بدون غم و غصه نیست، بلکه این دنیا دارالفناه. هر نعمتی غالبا مقرون به نقمته. برادران یوسف از نعمت و کمال و جمال و آثار نبوغ و عظمت و قریحه سرشار یوسف از یک طرف،
و از توجه پدر به او متاسفانه به حسد و مایه غم و اندوهشون شد و این درد دوایی نداشت. حسد دوا نداره مگر اینکه انسان خودش علاج کنه. حسد یک مرض عجیبیه که به ضرر و زیان و هلاکت حاصل محسود هم به پایان میرسه. ولذا رسول اکرم علیه السلام که راهنمای طبیب دل هاست میفرماد که الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد چنان ایمانو میخوره همچون که آتش چوب میسوزونه. ولذا حسد آتشی است ایمان سوز و مرض عام. اولین معصیتی که در آسمان صورت گرفت و اولین معصیت گناهی که در زمین صورت گرفت. در آسمان شیطان حسد ورزید و در زمین قابیل و فریب داد قابیل بکشه. ولذا برای دفع حسد همیشه معوذات و بعد از هر نمازی بخونید و بر خودتون دم کنید. بدبینی برادران یوسف روز به روز زیادتر می شد. از درونشون شعله می کشید. ابتداش یه آتش زیر خاکستر بود، چه بسا که در دل هر کدومشون پنهان بود. خجالت می کشیدند که به یک دیگه اظهار کنند و بهشون بر میخورد که با آن همه نیرو، با آن همه قدرت، با آن همه جوانی با یک کودکی بیان رقابت کنن. لیکن چون این خواب منتشر شد و جلوه جمالش در اثر استکمال قوای تن پرتوافکن گردید، این حسد درونی شعله ور شد و به زبان رسید تا اینکه دور هم نشستن، اومدن درد اندرونیشون رو با همدیگه تعریف کردن. از جمال و کمال یوسف از یک طرف و شدت علاقه پدر نسبت به او از طرف دیگه، اینها ناراحت بودند، اظهار بدبینی کردند و نتیجهش این شد که یک پیمان اتحادی بین برادران علیه این طفل کوچک و این پدر پیر پرتوت علیه السلام بستند. در حقیقت در خانواده بزرگ یعقوب مقدمات یک جبهه خونین فراهم گردید که تا قیام و قیامت داستانش در قرآن موند که برادران قوی و مقتدر در یک طرفند، پدر پیر و پرتوت و طفل زیباش در طرف دیگه، دست به دست هم میدن تا این کودک خردسال و پدر پیرش را غافلگیر کنند و اونها را از پا در بیارن و از پایم در آوردن. ولذا به فکر کشتن یوسف خردسال افتادند و به فکر داغدار کردن پدر افتادند. طفلی که گناهی نداشت جز جمال و خدایی و استعداد سرشار. و این یکی از آیات عجیبه خانواده حضرت یعقوب علیه و نبینا صلی الله علیه و سلم. این حسد چنان شراره کشید که تصمیم گرفتند که او رو به هلاکت برسونند. برادرشون و این برادر شیرین خوشصورتشون رو که بیگناهه اعدام کنند، بکشنش. ولذا شاعر میگه که دیریست که تا جهان چنین است، بینیش مگس کم انگبین است. عسل میخواهید؟ زنبور عسل هست. یوسف که زماه عقده میبست، از حقد برادران نمیرست. احمد که سر آمد عرب بود، هم خسته خار و بولهب بود. خاموش دل از تیر گویی، میخورد تو جگر به تازه رویی. نقطه دیگه اینجا اینه که جمله آیات للسائلین
این دلالت بر این میکنه که قصه یوسف علیه و نبینا صلی الله السلام و جور برادرانش برش نشانی ها داره، عبرت ها داره، لیکن برای کی؟ برای حق جویان. اگه سائل رو به معنای پرسش کنندگان حقیقی بدونیم یا کسانی که از حقیقت جستجو میکنند، و حتی بر رسول خدا صلی الله علیه و نیز تسلیت و عبرته. چطور؟ رسول اکرم که حسن یوسف و دم عیسی دارید، ید بیضا و حسن یوسف و دم عیسی دارید، آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارید. از قبیله قریش ساکن مکه، حرم محترم خدا و معبد عمومی عرب که همه ساله اشایر عرب، ایلهای چادرنشین که از جنگ و خونریزی کارشون بود، عادتشون بود، دست میکشیدن، برای سبک کردن بار گناه خود پناهنده به حرم امن الهی می شدن. یعنی اینکه حرم امن الهی حتی در دوران جاهلیت قبل از اسلام احترامش بیشتر از اکثر شیعیان ولایت فقیهی در داخل اسلامه. شما دیدید که حتی دوران عرب جاهلیت قبل از اسلام بیان حرمون امر کنن؟ مگر ابرهه زمان ما خمینی و خامنه ایه که دیدیم چیکار کردن در این 40 سال سیاه. اونا در دوران جاهلیت از جنگ و خونریزی دست میکشیدن، بلکه گناهاشون آمرزیده بشه به زعمشون، سبکبار بشن، میومدن به حرم امن الهی. با نظر قدسیت و پاکی به این خانه و به اهل این خانه نگاه میکردن، به اهل مکه. از اهل مکه توقع انصاف داشتن، توقع عدالت داشتن، توقع اخلاق داشتن. خداوند جل جلاله و امنواره حکمتهاش بی نهایته، بر همین ها پیغمبری از میان خودشون برانگیخت، امین، راستگو، خیرخواه، چون قیام به ارشاد اونها نمود، قیام به دعوت کرد، توحید را آشکار کرد، آنها را از بتپرستی، از فحشا، از منکرات، از غلو در سالان، از غلو در نیکان، همچنان که امروز این غلو را تشیع و غالبا تصوف انجام میده علاوه بر یهود و نصارا، اونها را از این منکرات باز داشت. همه اینها به جایی که از شخصی که از فرزندان خودشونه، راستیشو میدونن، صدقشو میدونن، امانتشو میدونن، ازش دفاع کنن، همه با هم مثل برادران یوسف بر علیهش اتحاد کردن، متحد شدن به قتل او، به غارت او و یارانش و دوستانش متفق شدند و کمر بستند. با اینکه میدونستند و بسیاری از ایشان میفهمیدند که این رسول صادقه، خیرخواهشونه، پیشنهادایی که میده نه فقط به نفع خودشونه بلکه به نفع بشره. چرا این کارو کردن؟ به خاطر دنیا، به خاطر حب جاه، حب ریاست، خودخواهی، حسد. همه اینا مانع شد که از او پیروی کنند. چون این پیروی را برای خودشون یک نوع پستی، یک نوع زیردستی تلقی میکردن، یعنی تکبر داشتن و هر کدومشون از حسد میخواستند که خود رئیس و صاحب کتاب باشند. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتی صحفا منشرا. هر کدوم از اونها میخواستند که صاحب کتابی بشن و این شعله حسد چنان شراره میکشید که حاضر به مرگ خود میشدند. قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك
فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم. گفتن ای خدایا اگه این حرف حقه، حرف محمد علیه السلام حقه، پیش توست، از ما رو سنگ باران کن از آسمان یا عذاب دردناکی برای ما بیار. یعنی چی؟ یعنی حسد رو ببینی که چیکار میکنه. حاضر شدن به عذاب ابدی گرفتار بشن، ولی حاضر نشدن به ایمان به این شخص فقیری که یتیم بوده و از میان خودشون برخواسته. و رسول خدا صلی الله علیه وسلم به حالشون تأسف میخورد و دل مبارکش چنان به حالشون میسوخت که نزدیک بود خود به هلاکت برسه، تا اینکه خداوند بهش میفرماید لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نکنه که خودتو هلاک کنید برای اینکه اینا ایمان نمیارند. این تحرس در آیه دیگه ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل، اگه تو برای هدایتشون حرص بورزید، خداوند کسی را گمراه بشه هدایت نمیکنه. یعنی که هدایت دست خداوند، دست رسول نیست. اما امام نگاه کنه چوب ها طلا میشه، این حرفای احمقانه بر 4 تا مقلد بی عقلتر از خودشونه. خداوند میخواد رسولش به هلاکت نرسه و چراغ هدایت رو در سرزمین عربستان روشن کنه. ولذا با این قصه های جانسوز و جگرسوز بهش تسلیت میده و این تسلیت ها از تأسفش کم میکنه. از سرگذشت عبرت انگیز یوسف و یعقوب براش میخونه که بفهمه جور و جفای خیشان، نزدیکان و بیوفاییشون در مقابل ناصح مهربان چیز تازه نیست. تا زمان بوده این چنین بوده. چون که یوسف علیه و نبینا صلی السلام عاقبت امر هم پیروز شد. تا ای رسول، تا ای قاصد ما، هر وقتی که دعوتگری سر بلند کرده این چنین بوده. هدایت شدگانی را که در تلویزیون دعوت شدن، هدایت شدن در این سال، ببینید که چه بلاها از خانواده‌های خود کشیدن. خداوند دست تک تکشون را بگیرد. علامه برقعی، استاد قلمداران و مدرسه شون از نزدیکان خود وقتی اونها را غرق در خرافات دیدن، غرق در شرک و موهمات دیدن، برای بیداریشون، برای نجاتشون کتاب‌ها نوشتن، حقایق رو بیان کردن، حقایق را با بیانشون، با قلمشون، با موضوعگیری هاشون اظهار میکردن و وظیفه اسلامی خود و خیرخواهی خودشون رو بر هیچ کسی دریغ نکردن. اما در مقابل اولین کسانی که برشون توطئه میچیدن، دست به کشتنشون، نابودیشون، هلاکتشون، بدگوییشون، تکفیرشون قیام کردن، برشون حسد ورزیدن، همکلاسی هاشون بودن، عده روحانی نما، نان بخوران تشیع، با اینکه میفهمیدن که سخنانشون حقه، با اینکه مثلا برقعی رو میشناختن چون که از کتاب سوانح ایامش ظاهره، میدونستند که اهل مکر نیست، اهل دکانداری نیست، آنچه را که نوشته عین حقیقته، تا جایی که حاضر به مباهله شد با همه مراجع شرک و بدعت. میدونستند که این اهل زدبند با کسی نیست. با همه اینها هرچه تهمت بود، افترا بود، بهش زدن، مسجدش را گرفتن، خودش را ترور کردن، جان سالم به در برد، زندانی بهش دادن و همه اینا به خاطر حسد. فتوا دادند که کشتنش فتوا لازم نداره، چاقوکش ها را، لات ها را، شاه که هنوز وضع بهتر از الان بود،
به مسجدش فرستادن، مسجد گذار وزیر دفتر، که بنده اینجا باش آشنا شدم در همین مسجد. اگرچه طلا رو داخل کوره میذارن، هر آهنپاری رو داخل کوره هیچ عاقلی نمیذاره. و همه این کارها، همه این پیشامدها، همه این ترورها، همه این رنجها باعث شد که توکل برقعی و امثال برقعی بر خدا زیادتر بشه. همراهانشون و روحانیان دغا و روزخانان بی‌حیا را بیشتر بسن. براش معلوم شد که همکارانش روحانیت مدعی تشیع غرق در تعصبه، غرق در حسده. با دکتر علی مظفریان همین کارو کردن، با همه شیعیان هدایت شده که دعوتگر بودن همین کارو کردن، برای که دینشون منطقی نیست، مذهبشون سندی نداره، مدرکی نداره، جز مشتی ادعا. به قول آیت الله برقعی فقط دکان تراشیدن، دکان مذهبی باز کردن برای نان، برای سواری گرفتن و خودشون کل بر دیگرانند با خمس گرفتن. اینجا یه نقطه دیگه هم مونده. بعضی گفتن که خداوند این قصه رو احسن القصص نام نهاده بر اینکه جنبه تسلیت آمیزی و عبرت انگیزیش زیاده، که چطور اولاد یعقوب برای فلاکت و اهانت پدر بزرگوار خودشون و هلاکت و نابودی برادر زیبای معصوم خودشون اقدام کردند. چگونه حسد این کار رو میکنه، چگونه حسد اینها رو مسخ کرد، غافل نمود. و رضا خداوند از خلال این داستان زیبا به رسول بزرگوارش متوجه میکنه که باید صبر جمیل یعقوب علیه السلام و تحمل بیشمار یوسف را پیشه خودش کنه تا رسالت جهانی خود را به مردم برسونه. مدعیان تشیع، شاگردان کلیسا و کنیست و آتشکده در لباس تشیع، با چنین رسالتی که این همه رنجها براش کشیده شده، با کلک بازی، با فریب، با مکر، کتاب چنین رسالتی رو به امام زمان موهومی دروغینی که هرگز دیده نشده در عالم هپرود جعل کردن، کتاب مسلمان ها رو دادن دستش که ببره با خودش. سائلین رو ممکنه جمع سائل به معنای درخواست کننده مال بدونیم، اینم ممکنه، بلکه در تفسیر اومده در بعضی روایت ها که علت گرفتاری یعقوب ببینید چه شده. علت گرفتاری یعقوب برکه هر که بامش بیش برفش بیشتر. علت گرفتاری یعقوب به فراق عزیزش علتش چی بوده؟ غفلت یک شب از صدقه بر یک مستحق. یه چیزی که در زندگی انسان، آسایش انسان بسیار مؤثر صدقه. صدقه در راه خدا برای رضای خداوند. صدقه عبارت از چیه؟ از بذل مال، از بذل جاه، از بذل علم، هر نعمتی که انسان داره لیکن در راه خدا برای رضا خدا. صدقه به معنای مادیش یکی از قوانین مالی اسلامه. صدقه مالی باید به مستحقین برسه. آخوندها اینو دکان باز کردن. صدقه علمی باید به جویندگان و طالبین معرفت برسه. عالمان راستین اونهایند که جانشون را در راه نشر علم میدهند، نه اینکه مردم را دستبوس و پابوس خود کنند. ممکنه بگیم که هر کار خیری صدقه، کل معروف صدقه. تا توانی به جهان حاجت محتاجان ده، به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی. اشخاصی که قدرت مالی دارن، قدرت علمی دارن، جاه دارن، مقام دارن، آبرو دارن،
باید بدون مضایقه به محتاجان، به فقرا برسند، به کسانی که به اون نعمت نیاز دارن. و خود صدقه تأثیرات معنوی زیادی داره. انسان در هر آن جان و مال و اولادش ممکنه به هزاران خطر برخورد کنه، زندگیش نابود بشه. هیچ که نمیتونه به ضررها و زیانها و دشمنانی که در کمینش هستند احاطه داشته باشه. هیچ انسانی، حتی رسولان الهی. اگر این جمله را قبر پرستان میفهمیدن سراغ قبرها نمیرفتن. تنها وسیله دفاع از بلیات، از مصیبتها، از زیانهای ناگهانی که انسان اصلا خبر نداره خداونده که احاطه به همه امور داره. نه مرده ها، نه امامزاده ها، نه پیرها، نه پاتال ها، بتپرستی هایی که در لباس تشیع و بعضا تصوف به وجود اومده و اینها رو بتخانه کردن. انواع قشون، لشکر بلیات و آفات در دست خداوند است و بس. طرفت العین جهان برهم زند، کس نمی آراد که آنجا دم زند. تنها اوست که از انسان میتونه دفاع کنه، تنها اوست که میتونه انسان رو حفظ کنه. نوشتند که رسم و آیین یعقوب علیه النبی صلی و سلام این بوده که هر روز یه گوسفند میکشت برای مهمانها، یه سفره آماده میکرد. و این عمل سنت جدش ابراهیم بود که برای واردین و محتاجان مهمانخانه عمومی داشت. و مولانا عبدالعزیز خدا رحمتش کنه و شیخ بن باز خدا رحمتش کنه این چنین بودن. بنده اینطوری دیدمشون. بنده 6 سالی را که در زاهدان بودم، کمتر وقتی بود که خانه مولانا عبدالعزیز مهمان نداشته باشه. از سراسر بلوچستان می اومدن اونجا، با خودش هر چی داشت باشون میخورد. نان و ماست، نمیدونم هر چی که بود، تکلفی نبود. گوشت بود گوشت، مرغ بود مرغ، نان و ماست نان و ماست. و ماهانه من میرفتم مثلا آخر ماه از دکان صاحب دکانم شیعه بود، حساب میکردم باش. و میگن که حضرت یعقوب بر سر سفره نمی نشست، غذا نمیخورد تا اینکه مهمانی پیدا بشه. و خانواده حضرت ابراهیم این سنت را داشتند. و الان بسیاری از اشایر عرب که اولاد اسماعیل باشند، بخصوص در خلیج، این سنت رو دارند. در هر جا شما میبینید مهمانخانه دارند. اتفاقا یه شب یه سائل، یه گدا از خانه یعقوب عبور میکنه، گرسنه، محتاجه، سوال میکنه. به خاطر مشاغل اهل خانه کسی بهش جواب نمیده. این سائل محروم میشه و این خودش سبب گرفتاری یعقوب میشه. هر که بامش بیش ورفش بیشتر. ولذا خداوند میفرماد که و اما السائل فلا تنهر، سائلان را به تندی از خودتون نرانید. یا میفرماد و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در اموالشون حقی است برای سوال کننده و محروم. سائلی که ابرو خودشو میفروشه، دست حاجت به سوی این آن دراز میکنه، رد کردنش یا بی‌اعتنایی کردن بهش در واقع پامال کردن ابروشه. و اثرش اینه که خدا ممکنه جلوی لشکریان و قشون و آفاتشو بر انسان نگیره و مبتلا بشه.
بعضی علت دیگری هم ذکر کردند برای گرفتاری یعقوب علیه السلام، همچنان در کامل ابن اسیره. وقيل كان سبب ابتلائه أنه كان له بقرة لها عجول فذبح عجولها بين يديها وهي تخور فلم يرحمها فابتلي بفقد أعز ولده عنده. الله أكبر. ای خدایا، گفته شده که سبب ابتلاء یعقوب اینه که یک گاوی داشته که گوساله داشته، گوساله در جلوی مادرش ذبح میکنن. ناله میکنه. وقتی چونی بود به این مبتلا شد که بهترین فرزندش گم بشه. گفته شده، اینا روایت گفته شده. گوسفندی رو ذبح کرده، مسکین اومده درش بهش داده بهش چیزی نداد. که سبب ابتلاش فروختن کنیززاده خودش بشیر بوده که اون از مادرش جدا کرده، مادر نفرینش کرده. جدا کردن فرزند دایا خامنه ای و خمینی چه مادرانی که داغدارشون کردند، چه فرزندانی که داغدارشون کردند. همین بلاها رو سرشون بیار مگر اینکه توبه کرد. او که مرده مگر اینکه خامنه ای توبه کنه. چون فرزند رو از مادرش جدا کرده که در آخر قصه وقتی آوردن پیراهن یوسف از مصر خواهد اومد انشاءالله. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بریم سراغ کلیپ ها شما. به بند و بساط مراسم راهپیمایی اربعین دقت کنید. مداح‌های با دستمزدهای میلیونی، تجهیزات رسانه‌ای و خدمات مجانی به مسافران. حالا ایسنا، بحران کمبود آمبولانس در هرمزگان. نیاز به حداقل 35 دستگاه فاکس. تو ایران برای هر 50,000 نفر یه آمبولانس وجود داره. استاندارد جهانی، یه آمبولانس برای هر 12,000 نفر. حالا برگردیم به مراسم اربعین. سال 97 ردیف بودجه اربعین 250 میلیون دلار معادل 7000 میلیارد تومان امروز تصویب شد. در سالهای بعد بودجه‌های اربعین به چند ردیف بین دولت و سپاه تقسیم شد که مجموعاً تقریباً همون 7000 میلیارد. آیا میدونستید با این مبلغ میتونیم 2000 آمبولانس مجهز بخریم، در حالی که کل آمبولانس‌های موجود کشور 1600 دستگاه. نیاز ضروری ما 1000 آمبولانس و علت بحران آمبولانس هم کمبود بودجه اعلام شده. از این به بعد هر موقع سراسیمه 115 رو گرفتید اما خبری از آمبولانس نشد، یادتون باشه چه چیزایی زیر سایه حکومت ولایت فقیه بر جان ما ایرانیان اولویت داره. اینجا هندوستانه. هندوها از ابتدای پاندمی کرونا بارها بدون رعایت پروتکل‌ها مراسم مذهبی برگزار کردند. ادرار گاو تا توف انسان. اینجا هندوستانه. هندوها از ابتدای پاندمی کرونا بارها بدون رعایت پروتکل‌ها مراسم مذهبی برگزار کردند. با توسل به گاو ادرارشون می‌نوشن و میگن که در این جنگ مقدس کرونایی وجود نداره. این قاشق مال دهن مردم میذارن اینجا، مال قاشق مال مردم دهن. تو این مسیر خبری از میکروب و بیماری هیچی نیست. اینجا البته هندوستان نیستا، اینا هموطنای ما هستن. شیعیان هم از ابتدای پاندمی کرونا بارها با تمسخر پروتکل‌ها تجمعات مذهبی شکل دادن. بازم یه طرح دیگه واکسیناسیون اینجا می‌بینید. لیوان شیشه‌ای. ایوالله. دهن مؤمن
نتیجه هند با 400,000 کشته از 1.3 میلیارد جمعیت و ایران با 120,000 کشته از 80 میلیون بالاترین آمار مرگ و میر تو منطقه رو دارن. انگار ادرار گاو و خوردن از لیوان توفی دیگران هر دوتاش کار دست طرفداراشون، البته هموطنای بیخبرشون دادن. حسن رعیت مفسد اقتصادی به 35 سال حبس محکوم شده. اون از سرکوبگران معروف اعتراضات 88 بود. اما نکته قابل توجه حلقه گسترده مداحان گرد این شخصه. در ماجرای تیراندازی محمود کریمی، مداح بیت رهبری در تهران، رعیت کریمی رو همراهی می‌کرد. پیشتر ویدیویی از رعیت در کنار کریمی و مداح طاهری در یک باشگاه خصوصی خبرساز شده بود. طاهری در سال 87 شرکت لوح مهرندش خام رو تأسیس کرد. رعیت رئیس هیئت مدیره این شرکت بود. بانک کشاورزی حسن رعیت رو با 178 میلیارد تومان بزرگترین بدهکار بانک معرفی کرد. این جدای 37 میلیون یورو وام بانک صادرات به این مفسد بانفوذه. شرکتی که مداحان با مدیریت رعیت اون رو اداره می‌کردن، ارز رو از کشور خارج و کالایی وارد نکرده بودن. پاتوق رعیت و مداحان اطرافش هم کاخ باغ لاکچری 3300 متری تو زعفرانیه بود. حالا که هم حسن رعیت محکوم شده و هم 20 نفر از شرکاش، خبری از شرکای نور چشمی این مفسد نیست. شهدا به رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و به ایثارگران عزیز که همواره احساس حق میکنیم بر عهده خودمون نسبت به تلاش و زحمات و ایثارگری هایی که اون عزیزان داشتن. واسه حق بر عهده خودمون میکنیم این که معنا نداره. یا منظور آقای دکتر نسبت به ایثارشون احساس دین میکنیم بوده، یا به خاطر ایثارشون به گردن ما حق دارن بوده. خلاصه که حرف زدن فارسی رو بی خیال. ایشون در دروس حوزوی آیت اللهی هستن برای خودشونا. هو الذی لا اله الا هو الملك القدوس العزیز جبار المتکبر. اصولا چنین آیه اصلا وجود نداره. آیت الله میخواستن آیه 23 الحشر رو بخونن. الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. 6 کلاس رو با معدل 11 تو شهریور پاس کردی، سواد سخنرانی هم نداری، قبول. ولی تو اون حوزه خراب شده 2 خط قرآنم به شما یاد ندادن. قرآن مظلومترین کتاب در نزد شیعه. دوستانی که این کلیپ مولانا صبغت الله رو برام فرستاده بودند، بعضی نوشتن تحریض علنی مولوی صبغت الله باعث کشته شدن مولانا متوکل و دربدری دعوتگران سلفی شده. ایشان جواب خدا را به خاطر ریختن خون مسلمان چه خواهد داد؟ من اینو فرستادم بر برادر محترمشون مولانا صفات الله. وقتی این بنده در ایران بودم اینا خردسال بودند. برادر بزرگشون فوت کرد، در حالت نجات دیگران فوت کرد. خدا رحمتش کنه. و این موقع من با مولانا در زاهدان بودم، به دیدار مولانا جلال رفتم و خدا حفظش کنه. از دوستان مولانا عبدالعزیز بود، تا حدی دوست، یعنی با هم دوست بودند که همیشه ذکر خیرشون میکرد. حتی در خانه ایشون نشسته بود و بنده درسای تفسیرش هم گاهی مشرف میشدم، شرکت میکردم. و در این وقت سختی از هیچ کسی نمیتونست بشه. مولانا جلال آدم بسیار حساسیه، جوان تحصیل کردهش غرق بشه خیلی سخته و نمیتونست غذا بخوره. جز بنده مسکین کسی نمیتونست بهش غذا بده. و میرفتیم هم گرد بیرون، یه خورده حالش رو عوض میکردم اینا. به هر حال این 2 تا پسرشون خدا بهشون برکت بده جوان بودن. بعداً مولانا صفات الله رو من در حج دیدم یک بار.
ایشون جواب بنده رو داده، چون من دعوت کردم که خود ایشون اول نامه رو بخونیم بعدش. دانشمند گرامی جناب مولازاده سلام علیکم. سلام. چنانچه در جریان هستید و خودتان هم اعلام نمودید جناب مولی متوکل توسط سیفی ها به شهادت رسیده. بله، سیفی های صوفی، قالیان صوفی، لیکن سخنان ایشون، سخنان مولانا صبغت الله در این راستاست. وقتی سلفی ها رو نوکر امریکا میدونه یا یعنی ازشون انتقاد میکنه، در یک راستاه. الان مگه سیفی ها قبول میکنه که ما کشتیم؟ اینا همش ظن و گمانه. این وظیفه طالبان که قاتلانشون رو پیدا کنه، وظیفه حکومتی که باید پیدا. پس حکومت برای چیه؟ ولی انظر ما و به ظن غالب ایشان توسط گروه فاطمیون که از ایران سرچشمه میگیرد به شهادت رسید. هیچ بعید نیست. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که هرچه از فتنه و فساد را که در گرد خودتون میبینید، اگر نگاه کنید منشأش تشیعه. فلینظر کل عاقل فيما يحدث في زمانه وفيما يقرب من زمانه انما يحدث ذلك معظم ذلك من قبل الرافضه انهم لا يقضون اما يمكنهم من الفتن والشر والفساد في الاسلام. هر آنچه که در گربرتون رخ میده، این حرف کی گفته؟ قرن هشتم و یا در زمانتون یا نزدیک به زمانتون. این فتنه ها رو شما نگاه کنید در اسلام میبینید که همه اینها یا اکثر اینها پشت سرشون روافض هستند، مدعیان تشیع. روز اول من اسم فاطمیون رو ذکر کردم. البته اختلاف علمای بزرگ اهل سنت و جماعت و مخصوصا علمای بزرگ احناف با سلفی ها و اهل حدیث بین سطح نیست که خدای نکرده قتل یکدیگر را جایز بدانند. حرف ما هم همینه دقیقا. به شهادت رساندن مولی متوکل کار کسانی است که ظالم و جفاکارند و مخالف شریعت گام برمیدارند. اما تعصب این که اگر سیفی ها کشته باشند که صوفیان سیفی حنفی اند با خود را سنی تری، یعنی مثل بریلمیان. جناب شیخ الحدیث علامه مولانا صبغت الله مولوی زاده برادر ایشونینه دامت برکتهم العالیه، شیعیان و حتی کافر ذمی را جایز القتل نمیداند و نسبت دادن شهادت مولی متوکل به ایشان تهمت آشکار و خطای بزرگی است. بله، ولی حرفایی که بر ضدشون زده، اگه شما به جای سربازان امارات نشسته بودید چیکار میکردید؟ فوری تشویق به قتلشون میشدید. و اگه فقط قتل یک عالم نیست، بستن مدارس چی؟ این مدارس که بسته چندین مدرسه هست. من فهرست این مدارس رو فرستادم بر بعضی از مسئولین. ایشان در روز و شب قال الله و قال رسول میگویند، نه اینکه خدای نکرده اینو آن را بکشند علیاذ بالله. ما اصلا با جناب مولی متوکل به شناخت و نه کدام صحبت و کدام نشست و برخاست داشته ایم، چه برسد به مخالفت، آن هم به سرحد قتل ناحق نعوذ بالله من ذلک. جناب دکتر، ما و شما که همدیگر را به تمام معنا میشناسیم. کسانی که این نظر کاملا غلط و مردود را داده سخت در اشتباهند و نسبت مولانا تهمت روا داشتند. نه، اونها با خاطر سخنرانی ایشون، اگه سخنرانی ایشون نمی بود همچین سوء تفاهمی پیش نمی آمد. اگر چنین امری واقعیت می داشت باید خدا نکرده از هرات شروع می شد، چون همانطور که شما و همه ملت و دولت خبر دارند اهل حدیث و سلفی ها در شهر هرات ما خیلی بیشتر از جای دیگر هستند و به جلسات هم دیگر هم شرکت هم می کنیم. آفرین. و با هم محبت داریم. اختلافات مذهبی بین همه مذاهب وجود دارد ولی نشنیدیم که یکی اقدام به قتل دیگری بنماید. بله، بناهن از جناب خواهشمندیم که به سخنهای کاذب و بدون اثبات و مغرضانه افراد و اشخاصی که قصد تفرقه افکنی در بین امت اسلامی دارند هیچ توجهی نداشته باشید و چیزی را که به هیچ وجه حتی ملک هم بر آن شهادت داده نمیتواند، حتی ملک مقصودتونه
نمیتواند از این افراد مغرض نپذیر. السلام علیکم ورحمة الله. با احترام الحاج مولوی زاده، دوستدار شما و خاندان روحانی و علمی مولوی زاده. خواهش میکنم. و بنده در جوابشون نوشتم کاش که برادرتون هم خودش در برنامه مهمان بشه تا مردم از زبان خودش بشنون، چون کلیپی ایشون منتشر شده، بعضیا هم سوزن پیدا کردن. اعتراف یکی از اعضای گروه امارت اسلامی طالبان به ارتکاب جنایت علیه بشریت. این کلیپ رو من دیشب منتشر کردم، فرستادمش برای بعضی از مسئولین طالبان و جواب جناب دکتر نعیم که سخنگوی طالبانه میگه اصلا این کلیپ من نمیدونم کجاست، امکان داره تصویری و جعلی باشه، ویدیو از کدام جای دیگری باشه و صدا رو با او یک جا کرده باشن. معلوم میشه که ویدیو دیرینه است، قدیم است. همه اینها ممکنه. ویدیو سازی، کلیپ سازی کار دجال رو راحت کرده و پخش اکاذیب و افترا به وسیله کلیپ خیلی خیلی ساده شده. ولذا انسان عاقل اونه که عقلش رو به دست کلیپ ها نده. آقای ابو خدیجه از کشکور، گوشه سریال حضرت عمر در مورد دستبوسی. مشکلم رو حل کردی امیرالمومنین. خداوند مشکلات دنیا و آخرتت را حل کند. چنین مکن، برای خودت عیب است، سبب غرور من خواهد شد. جناب مولانا عبدالحمید، از حرف ما را که نمیشنوی، حرف حضرت عمر رو بشنو. مردم رو خار و ذلیل نکن به خاطر دستبوسی. اصحاب پیغمبر این چونین که شما با عوام رفتار میکنید رفتار نمیکردن، تا حد پرستش او رو دوست داشتن. لیکن این روشی را که دست شما رو میبوسن پیامبر نهی میکرد. من هم مسلمانی هستم مثل همه. تفاوتم این است که امتحان عیب است، سبب چنین مکن برای خودت عیب است، سبب غرور من خواهد شد. من هم مسلمانی هستم مثل همه. تفاوتم این است که امتحانم دشوارتر است. برو، خداوند خیرت دهد. کیست که امروز به چنین فتنه های مبتلا بشه و مغرور نشه؟ دست شما درد نکنه ابو خدیجه. آقای موحد سرحد، لطفاً پخش کنید دستبوسی. این کلیپ رو من دیدم، آقای خدمتی حرفای خوبی زده در این مورد، لیکن آیا این کلیپ رو سرهم کردند یا از خود کلمه؟ اگر از کلمه منتشر شده مال خودشونه، اگر نه سرهمش کردند که موضوع دیگریه. دست به عمامه و به لباس شما، تمام اینها تقدیس است. دست پا اینجا علامت کلمه نیست. ها را بوسیدن و سر بوسیدن و تقدیس افراد، اینها را شریک خدا قرار دادن است. و الان سر
سر بوسیدن مشکلش راحت تره، انسان خم نمیشه، لیکن دست بوسیدن رکوع میخواد، خم شدن میخواد، این مصیبتش بیشتره. بعضی افراد دیگه باورشون میشه خودشون در اول کاری نبودن، وقتی که همه مردم رفتن و دست و پا بوسه شدن میگه من کاری هستم. انسان عالم، انسان خدا ترس نهی میکنه از این که مردم بیان دستشو ببوسند و سرشو ببوسند و ازش چیزی بخواند و دست به عباش و قباش و اینها بکشند. میدونه که مردم دارن گمراه میشن ولی ساکته. این انسان معصیتکاره، خودش راضی است. من راضیم که مردم مرا مثل بت بپرستن، منم شریکم در این گناه، فرق نمیکنه. پس انسان باید خود نهی کند از این عمل. این یک مسئله. بارها هم گفتیم، همچنان که مولانا عبدالعزیز نهی میکرد، همچنان که شیخ بن باز نهی میکرد. تقدیس افرادی که زنگ میزنن، بارها گفتیم تمجید و تعریف نکنید برادران. دست به عمامه و به لباس شما، تمام اینها این دستبوسی فتنه بزرگی است. تقدیس است. دست و پا را بوسیدن و سر بوسیدن و تقدیس افراد، اینها را شریک خدا قرار دادن است. بعضی افراد دیگه باورشون میشه خودشون در اول کاری نبودن، وقتی که همه مردم رفتن و دست. نه، من به نظرم این جمله درش غلوب هست. اینا شریک خدا قرار دادنه؟ نه، اینطوری نیست. شریک خدا قرار دادن نیست. کسی که دست میبوسه کار اشتباهی میکنه، خود اون شخص دچار غرور میشه. هیچ کسی پیغمبر نیست. لیکن آیا شریک خدا قرار دادن این جمله بزرگیه؟ به نظر من این حرف دقیق نیست. ممکنه ایشون از طرح احساسات گفته باشه. با بوسه شدن میگه من کاری هستم. انسان عالم، انسان خدا ترس نهی میکنه از این که مردم بیان دستشو ببوسند و سرشو ببوسند و ازش چیزی بخواند و دست به عباش و قباش و اینها بکشند. میدونه که مردم دارن گمراه میشن ولی ساکته. این انسان معصیتکاره، خودش راضی است. من راضیم که مردم مرا مثل بت بپرستن، منم شریکم در این. بعضی افراد دیگه باورشون میشه خودشون در اول کاری نبودن، وقتی که همه مردم رفتن و دست و پا بوسه شدن میگه من کاری هستم. میدونه که مردم دارن گمراه میشن ولی ساکته. این انسان معصیتکاره، خودش راضی است. من راضیم که مردم مرا مثل بت بپرستن، منم شریکم در این گناه، فرق نمیکنه. پس انسان باید خود نهی کند از این عمل. مقایسه کنید علی رو با اینه که دستشون رو گذاشتن. بیاید دست ما رو ماچ کنید. آدم بشوید، آدم بشوید، آدم بشوید. اگه امام شافعی بود اون آدم رو قبول نمی‌کرد. هرگز قبول نمی‌کنه که بیان مثل سگ دستشو ببوسن، مثل سگ دستشو ببوسن، مثل سگ دستشو ببوسن، چهار دست پا برن. میدونه که مردم دارن گمراه میشن ولی ساکته. این انسان معصیتکاره، خودش راضی است. اینا برادرانشان، برادر با برادر، فرزند با پدر مشکلی نیست. لیکن این به شکل عمومی در بیاد. همین ملک عبدالله خدا رحمتش کنه قانون صادر کرد، دستبوسی رو منع کرد. بعدش من راضیم که مردم مرا مثل بت بپرستن، منم شریکم در این کلیپو مال کلمه نیست، سرهمش کردند. این کلیپو من احتمال میدم اطلاعات سرهمش کرده تا فتنه درست کنه. هر جا فتنه دیدید بدونید که شیعه پشت سرشه، دولت شیعه. هدایت شده هیئتی. خب امروز دیگه وقت خیلی بیشتر داریم، یعنی از گذشته. ببینیم که آقای خامنه‌ای چی میگه. از ایران صدای وحدت بلند میشد و از حجاز صدای اختلاف. خب اینم یه دروغ. ایران صدای وحدت بلند میشه ولی با نفاق. ایرانی که از وحدت اسلامی بدترین سوء استفاده رو کرد، یک مسجد برای اهل سنت نداره. این چه وحدتیه بعد از 42 سال هنوز؟
با وجود که همین آقای منافق و صدرنگ دجال 10,000 متر مربع زمین به مولانا عبدالعزیز داد در اول انقلاب که اهل سنت لازم داشتن. به مجردی که قوی شدن هم زمین مصادره کرد هم حساب زمینو. این صدای وحدت شما، این وحدت نفاقه، وحدت نیست، دروغه. و همون حجازی رو که شما ازش انتقاد میکنید تا شما اومدی براتون تبریک فرستاد، لیکن جواب شما چی بود؟ جواب شما جواب جنگ بود. اگه عقل سیاسی درستی می داشتید مسلمانان رو بیشتر از این متفرق نمی کردید و بیشتر از این در دامن دیگران نمی انداختید. از مرکز وحی که رسول اکرم در اونجا مردم را دعوت به اعتصام به حبل الله و وحدت فرموده است. دعوت به اعتصام به حبل الله فرموده، نه دعوت به شرک، نه دعوت به تفرقه، نه دعوت به 12 امامی و قبر پرستی و همه شرک هایی که در میان یهود و نصارا و دیگران هست شما در تشیع جمع کرده اید. وحدت با توحید ممکنه، نه با شرک. یک آخوند درباری صدای نفاق برمی دارد. آخوند شما که خود دربارید شما که خود دربارید و شما که مذهب شیعه رو 9/10 مبدل به نفاق کردید. 9/10 دینتون تقیه. خودت میگی که من در فرانسه بودم حرفایی زدم به تقیه گفتم. قانون اساسی رو به تقیه نوشتید. چنان تقیه کردی که ملت ایران رو به خاک سیاه نشوندید. چلو صافی با آفتابه میگه دو سوراخه و فریاد نفاق انگیز میکشد و این برای که شما رو شناختند. فریادشون نفاق انگیز نیست، شما رو شناختند. بعد از اینکه چندین سال صبر کردند، هیچ کسی مثل عربستان سعودی برای شما صبر نکرد براتون. که به نظر اون آخوند مشرک هستند. نه به نظر اون آخوند. چرا به نظر اون آخوند مشرک هستند؟ شما یک امام از ائمه مسلمین، از صحابه، از تابعین، از تبع تابعین، از زمان ائمه اربعه شاگردانشون، از امام جعفر صادق صاحب این کتاب که با شیعیان مناظره داره با روافض، یه نفر بیارید که شیعه رسمی شناخته باشه ایران صدای وحدت بلند که مشرکش ندونه. از اهل حدیث در طول تاریخ اسلام فقط یه نفر گفته حبل الله و وحدت نفاق و این ایران که به نظر اون آخوند مشرک هستند ندای وحدت از این ایران بلند می شود. وحدت دروغین. این تازه همین وحدت رو شما که درست نکردید که این جلسه وحدت رو بیچاره منتظری درست کرد که راندیدش. او بود که پیشنهاد کرد نماز جمعه رو آیت الله طالقانی خدا رحمتش کنه و هفته وحدت رو منتظری که یه مقدار صداقت داشت، اگرچه گمراهی شیعه رو داشت، لیکن در سخنانش بنده شرک شیعه رو ندیدم. من ندیدم. شما بلدی که موج سوار بشید. جشن برای رسول اکرم آیا کجا شرک است؟ اونجایی که از رسول اکرم استمداد بشه شرکش در اینجاست. اگه بگی یا محمد مدد بنا به دین خود محمد علیه السلام، بنا به کتابی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده شرکه. اما شما مقصودت مولد و این جشن هاست، اینا اقلش اینه که بدعته. آیا پیامبر نمیدونسته؟ شما میدونید؟ پیامبر اصحابش اهل بیتش بلد نبودن که برای خودشون جشن بگیرن. شما بلدید؟ اگه شما بلدید پس دین ناقصه.
شرک را نمیداند چی است یا میداند و میخواهد بین. خب شما توضیح بده ببینم. شما که با این غرور حرف میزنید، تعالم میفرمایید، توضیح بده که شرک چیه؟ در مذهب ویرانگر تشیع شرک اینه که یک امام جای امام دیگه بذارید. یعنی امامتی که ابن سبع ساخته چنان درشون تاثیر گذاشته، به قول دوست استادمون دکتر نصر الغفاری، که امامات رو به جای توحید به جای خدا نشوندن. هر که به امامانی غیر از ائمه 12 معتقد باشه این مشرکه. این تعریف شرک در تشیعه. به زور. شما بفرمایید تعریف کن ببینیم چیه. مسلمین ایجاد اختلاف کند. هیچ مذهبی به اندازه تشیع امت اسلامی رو متفرق نکرده. هیچ اون چی که از خون از مسلمانان اهل سنت و جماعت، سواد اعظم مسلمانان که پیامبر وصیت کرده که به سواد اعظم مسلمانان بپیوندید و علی به تبع از پیامبر همین توصیه فرموده. در همه جنگ های مسلمانان با دشمنانشون این همه خونی که شیعه از اهل سنت ریخته نشده. به قول دکتر استاد سلیمان الجبهان در کتاب تبدید الظلام، تبدید الظلام و تنبیه النیام، این کتاب بخونید، کتاب بسیار خوبیه. ابراهیم سلیمان الجبهان. از بس که من براش حاشیه نوشتم خونده نمیشه. بله. این کتاب ها رو بنده، کتاب ایشون، کتاب شیخ حسن الحزهی، کتاب دکتر ناصر الغفاری، اینا رو بنده شبه حفظم از بس که خوندمشون، خدا رو شکر. ما گلمون از این آخوندهای درباری فاسد است. هیچ کسی فاسدتر از دربار تو نیست و تاریخ هم نشون داد. دوزی های بزرگ بعد از خودت نشون داد. زمان تو کسی نمیتونه حرف بزنه و بزرگترین فساد شرکه. و از این دولت هایی که مثل اون آخوند را به نوکری خودشون میپذیرند. این نمیدونم به کی میگه، مقصودش آیا دکتر علی الحذیفی امام حرم مکه وقتی که رفسنجانی اونجا رفت یه سخنرانی آتشینی کرد که در تاریخ با این خطبه ذکر میشه، یا مقصودش کیه من نمیدونم. امریکا روی مقاصد خودش باید اون کار را بکنه. امریکا چسبید به امریکا و همین امریکا بود که شما را آورد، که همین امریکا بود که 150 میلیون دلار خرج کرد شما را اسکورت کردند و فرستادند ایران. ارتش قوی ایران رو که ششمین ارتش من دنیا بود خنثاش کردند. چرا نمک نشناسید؟ لیکن در طول تاریخ ننگینتون روشتون اینه، سخن یه چیزی، عملی چیزی دیگه. همین امریکا بود که برای قرآن مکفالین آوردند، دامادای منتظر کشتی وقتی پاشتون کرد. امریکا برات بد بوده؟ اگر امریکا بده چرا آقای خامنه‌ای دست پروردگان خودت را در خدمت امریکا گذاشت برای گرفتن عراق؟ اگر این آقا دجال نیست به من بگی که دجال کیه؟ روی مقصد فاسد خودش باید ایجاد اختلاف بکنه، لکن این آخوندها چرا و این دولت ها چرا؟ چنان حق به جانب هم حرف میزنه که 4 تا عامی مقلد باورش میشه. تقیه هم همینه، فریبکاری هم همینه که حربه نفت در دستتون هست و اگر یک روز نفت را ببندید بر غرب. خب مگه شما نفت ندارید؟ شما نفتتون رو ببینید کجا خرج کردید؟ برای نشر فساد،
فتنه، خرافه، شرک، بدعت، قبر پرستی، سینه زنی، مسلمان کشی. سوریه رو ویران کردید، عراق رو ویران کردید، یمن رو ویران کردید، افغانستان رو ویران کردید. به شیعیان افغان توصیه کردید که دست به اسلحه نبرند، بعد مگه اینکه شوروی بره بیرون. بله. دست شما درد نکنه آقای هدایت شده هیئتی. فرق بین اولیاء رحمان و اولیاء شیطان. این کتاب بسیار جالبیه. این کتاب مال شیخ الاسلام ابن تیمیه و این کتابو بخونی. کتاب کوچکیه لیکن معانی بسیار عظیمی داره. من نمیدونستم که فارسی هم ترجمه شده. خدا بهتون خیر بده. کلیپ دوم رو لطفا فردا به من یادآوری کنید. آقای محمد زاهد سدید سخنان استاد محمد طاهر اسلمیار در مورد غربا از مجاهدین امارات بود که توسط هواپیمای بدون سرنشین امریکایی به شهادت رسید. مدت کلیپ 10 دقیقه است. جناب شیخ اگر وقت داشتید سخنش یه مقداری شما منتشر میکنم. 10 دقیقه خیلی زیاده، خدا رحمتش کنه، لیکن یه مقداری شما منتشر میکنم. میرزا الله عز و جل در حدیث دیگه که همش روایت میکنن رسول صلی الله علیه و سلم میگه قال رسول ان الاسلام بدا غریبا، اسلام غریب آغاز شد و سيعود غریبا کما بدا. دوباره غریب بازگشت میکنه، اسلام غریب میشه. اسلام مثل خواست خطوب الغربا پس خوش بحال غربا. قیل و من الغربا، گفتن که من الغربا. غربا کی هستن یا رسول صلی الله علیه و سلم؟ قال النزاع من القبائل. اینان افراد نزاع از قبایل بیمونه که از هر قبیله مثلا افراد جمع شدن. 5 نفر از اون قبیله، 10 نفر از اون قبیله، 8 نفر از اون قبیله، 9 نفر، همه در اینجا اینا کی هستن؟ نزاع من القبایل هستن. 5 نفر، 6 نفر، اینا غربا هستن. یعنی بیمونه اینا کسایی هستن که با چیزی که قبایلشان به اون متمسک است، با اون عادت گرفت، اینا مخالفت کردن. بیمونه که وقتی که چون اسلام از مخالفت با هوا و نفس و خواهشات است، اینا متمسک به قرآنشان در حالی که قبیلشان از اسلام تا به حال هم دور است. پس در اینجا ما شما پیدا میکنیم 5 نفر. اون ما شما رو مشاهده میکنیم. اگر در سطح مثلا یک کشور مثلا ببینیم در یک منطقه مثلا 5 نفر از پنجاب، 10 نفر از پشتون، 20 نفر از بله. این موضوعات بارها توضیح دادیم. خدا رحمتشون کنه و شهادتشون رو بپذیره. سخنان مولانا کریکار در پشتیبانی از طالبان. ایشون که در زندانه، چطور؟ حتما قدیمیه. پرسیاری دوازدان ما مثلا جان آیا طالبان لسر حق نیان؟ صد لسر حق نیو، هیچ گمانی چیت یعنی طالبان لسر حق قدیمیه و متاسفانه زیرنویسش چیز نمیشه، زیرنویسش دیده نمیشه. برابر با امریکا و ناتو در پراندنی اوان. بله. خداوند واسه آزادیش فراهم کنه. تعویض این نوعشو ندیده بودم. تعویض حرامه دیگه، هر جا بسته باشه بسته باشه. تعویض دادن به این شکلی نادرسته. تعویضشو ببینید کجا بسته. من نمیدونم به جای دستبوسی این تعویض نویسی رو منکر بشن بهتر نیست؟
شخصی که این نامه رو فرستاده خودش ماجرا رو قصه میکنه و منم احتیاطاً بهش قسمش دادم. سلام استاد، من دنبال یه راقی شرعی میگشتم که گیر به تعصبی افتادم. اصلا ولکن نیست. فقط میخوام بهش بگم این علمایی که شما سنگشون رو به سینه بزنید خیلی چیزای خرافاتی هست در کتاباشون. نمونه خرافات به جای یه جا خوندم که دکتران برای گشایش بخت 500 مرتبه بعد از نماز صبح 500 مرتبه بعد از مغرب درود ابراهیمی بخونن تا 40 روز بختون باز میشه. شما میدونید که تو کدوم کتاب اومده؟ نه من نمیدونم. اینا همش این جور حرفا همش دیمیه. این جور حرفا همش دیمیه. خب بعدش من از فلان مولوی متنفرم با شاگردای گند هوسبازش. توف بروحون بو فلان. من اسم نمیبرم و توف لعنت کرده. من تا دیشب به کسی لعنت نگفتم. البته من بعداً بهش گفتم که لعنت کردن مسلمان جایز نیست و ایشون عذرخواهی کرد. ولی از دیشبی که از شاگردانش حرف زدم فهمیدم چقدر بی‌ناموس و بی‌حیا هستند. حالا از ایران به هم میخوره. خود ایشون دختره، این نویسنده این مقاله. اون از شاگردان فلانی اسمشون رو نمیبرم، واقعا یعنی رسوا بازاریه که اگه بری پیشون میگن هویج دم بزن و فلان کن، هزاران جادو میکنن. اینو از شاگردان این آقا که به دختران پیشنهاد میکنه که شب پیشون باشه. کسی که قرآن رو ول کنه، احادیث پیامبر رو ول کنه، از خودشون احادیث بنویسن، دیگه والله از این بهتر نمیشن. یعنی خاک بر سر کسانی باش که با این تعصبشون اینها را فلان فلان میخوانند. من همه جملات یعنی معتدل میکنم، والا نامه خیلی تنده. من خودم دخترم به یه مدت حالم خوب نبود، دنبال راقی بودم که جنی در بدن داشتم، با رقی بیرون کنند. حالا وقتی خانواده منو بردن پیش یکی از شاگردان فلانی، رقیه خوند، نتونست جن بیرون کنه. شاگردان کشکوری و تعویض داد. تعویض تحریک که اصلا تعویض نبود، یه جورایی مثل سحر بودن. اصلا خود تعویض نادرسته. و آزمون میخواست که دم بزنه و ازمون، یعنی از ما میخواست که دم بزنه و توی خونه بزنن تا جن نیاد. مسخره اینا. منم مخالفت کردم، با خانواده‌ام گفتم کارشون غیر شرعیه، این چیزا اصلا در احادیث نیومده. یکی دیگر از شاگردان نزدیکانش در سرباز هم کارش همینه و میگفت تا حال دخترتون خراب بشه من خودم خبردار میشم و خودم زنگ میزنم. همه اینا جادو و سحره، درست نیست. و از توی گوشی رقیه‌اش میکنم. اگر روز 3 بار حال دختر بد میشد زنگ میزد میگفت حالت خراب شده، رقیه میکرد. اون یکی هم گفتم فقط با دخترای مردم بازی میکنن، اونم مجرد و وادارشو میکنن که فلان کنن. اوناییم که گفتم همش در فلانجا زندگی میکنن و کار همشون غیر شرعیه. من اسم مکان‌ها رو تا حد امکان نمیگیرم برای اینکه اهانت مردم و منطقه نشه. اول ازشون پرسیدم که کارتون شرعیه؟ گفت فقط با آیات قرآن میخونیم. گفتم پس خوبه. شب بعدش خودش پیام داد، فقط حرفای بی‌حیایی میزد. گفت اگه بیایی
یا نه خودم بیام خونتون یا با من باشی بفرمایید. این نتیجه رقیه خانیه. واقعا گله دارم کسانی که زیر دست فلانی و فلانی درس بخونن و بزرگ بشند از این غلط ها بکنن. تا من حرفی بزنم میگن تو بچه ای، اینا ملا هستن، درس خوندن از تو بهتر میدونن. لا حول ولا قوة الا بالله. استاد نه تنها من از دست اینها گله دارم بلکه دوستای من هم گله دارن، اونا هم گیر اینا افتادن ولی الحمدلله گرفتار نقشای شیطانیشون نیافتادیم. من چند ماه پیش چند تا از فتواهای مولوی محمد عمر سربازی رو نقد کردم و کتاب فضایل اعمال نوشته محمد ذاکر کاندهلوی رو اومدن واسه این کتاب نقد کردم، اومدن واسه کشتن من میگفتن میکشیم تا دوباره از این غلطا نکنید. بفرمایید. اینم صوفیای سیفی در بلوچستان. اگر پسر بودم واسطم میرفتم فیلم میگرفتم، دخترم زیاد نمیتونم وارد این چیزا بشم ولی انشالله اسمشون رو پیدا میکنم تا با شاهدایی که رفتن پیششون. و قسم میخورم که حرفام راسته و درسته و حتی شاهد هم دارم دخترای دیگه‌ای که رفتن پیششون و همین حرفا رو بهشون زدن. این نتیجه تصوف آقایون، نتیجه رقیه دادن. و من اسم چند تا رو میفرستم واسهتون. اگه بخوام اینایی که تو بلوچستان کار غیر شرعی و سحر و کار بی‌ناموسی انجام میدن والا بیشتر از چند تن هستن، خیلی زیادن. بله. وظیفه علما اینه، دستبوسی نیست فقط. نه فقط دستبوسی رو ول کنید، این چیزا رو اصلاح کنید. آقای مولوی عبدالحمید و دیگران، وظیفه علما همش اینه. یه مولا عبدالحمید روستای بابسکان ساحر هست. بابسکان وقتی مریض میره پیشش اول روسری رو ازش میگیره، اندازه میکنه، هر بارم هی بزرگتر میشه روسری. و برای کسانی که سحر رحم دارن، سحر رحم چیه دیگه چه مجرد چه متأهل، یه علاجی رو میگه که من خجالت میکشم بخونمش. اینم یه آقایی است به نام صالح محمد روستای میانی، اینم تعویض تحریق میده و میخدم میزنه برای اینکه جن توی خونه مریض. یه مولایی هست در انزا، لا حول ولا قوة الا بالله، ایشون مکه هم درس خونده. این همونه که مریض میگه هر وقت حالتون خراب شد من خودم میفهمم و بهتون زنگ میزنم. لا حول ولا قوة الا بالله. یه مولا هست زاهدان نشسته، این فامیلش رو به دروغ میگه. این خبیث به اسم راقی شرعی میره تو گروه های چت خواهران، بهشون پیام میده برای پیشنهادهای زشت که میگه میره برای رقیه ولی باید چند ساعت تنها باشی. اگر همه اینا رو پیدا کنم 2 تا دفتر میشه. بابسکان نزدیک مهرستان سرباز. بله. خب من تا تونستم مسائل حساس رو برداشتم دیگه، بیشتر از این چیکار میتونم بکنم؟ این برای که علمای راستین وقتی این حرفا رو میشنون جلوی منکرات بزرگ رو بگیرن. آقای عمر از ترکمن. حمید حیدری کیه؟ مناظره با وهابیت. وهابیت. آیا واقعا برای تماس با شبکه کلمه باید وضوء گرفت و عطر زد؟ این چه حرفیه؟ مگه اونا هم چه حرفی زدن؟ فتوای جدید بی سابقه.
اما اینجا شبکه جهانی کلمه یک مؤسسه علمی بزرگ جهانی شما داری تماس میگیرید. به همین خاطر باید قبل از این تماس گرفتن وضو بگیرید، عطر بزنید، چون با مؤسسه بزرگ دارید صحبت میکنید. البته از ایشون بعید نیست این حرفا. بی عقلترین و احمقانه ترین حرفی که من در عمرم شنیدم. با تلویزیون تماس گرفتن وضو میخواد. خب اینا رو آقای عمر ترکمن، شما خودتون شیعه هستید؟ این کارا رو اطلاعات میکنه. سلام دکتر، یکی از دوستان مرغداری داره، یکی از مرغاش روزی 2 تا تخم میذاره. رفته بود به آخوند گفته بود، آخونده به دوستم گفته بود اون مرغ بده به من، اون مرغ واسه شما بدیاری میاره. چرنده دزد این آخوند. این آخوند دزده که چون حرفی زده، میخواد مال مردم بخوره. اسمم را ذکر نکنید. خب اینو باید در اول می نوشتید نه در آخر. من اتفاقی دیدمش. السلام علیکم خدمت شما استاد گرامی دلسوز امت اسلامی. میخوام یک پیامی داشته باشم از طریق شما برای همه بینندهای عزیزان. بنده که از دوستان نزدیک و شاگردان شیخ متوکل رحمه الله هستم و در اکثر ولایات در سفرهای دعوتی همراهشان بودم. میخوام چند نکات مهم را درباره شیخ رحمه الله و موقف امارت اسلامی در مورد قتلش بیان کنم. اولا بنده بیشتر از زندگی عملی شیخ رحمه الله متأثر هستم. همیشه کوشش نهایی خود را به خرج میداد تا قدم به قدم مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کند. خدا رحمتش کنه. و همیشه به شاگردان و دوستانش توصیه میکرد و میگفت اگر میخواهید در دعوتتان موفق باشید، دعوت عملی داشته باشید و با اخلاق و روش نیکتان جامعه رو زیر تاثیر خود بیاورید. و تاکید میکرد که مردم را تاپه بزنید. یعنی چی تاپه بزنید؟ به کسی توهین نکنید، احترام بذارید. یعنی کسی رو حقیر نشمارید، خود را جنتی و دیگران را جهنمی نشمارید. از تکفیر، تبدیع، تفسیق مسلمانان جدا پرهیز کنید و به جای تکفیر مردم را با توحید آشنا بسازید و نهایت دلسوز باشید تا بتوانید یک برادرتان را با توحید آشنا بسازید. در دروس و خطبه های خود تاکید میکرد که به ائمه مجتهدین توهین نکنید و برای علما که خطا شده اند عذر تراشی کنید. سلفی ها همه روششون همینه، از ابن باز، ابن حسین، علمای سلفی. عوام چه سلفی باشن، چه صوفی باشن، چه خلفی باشن، چه هر عوام کار رو بخواد درست، چشم رو بخواد علاج کنه کورش میکنه. دقت میکنی؟ غالبا اینطوریه الا من رحم ربه. وقتی دید تعدادی از جوانان به نام سلفی بر علما تاخت و تاز میکنند و جریانات اسلامی رو تکفیر و تبدیع میکنند، 3 خطبه در مورد احترام و توقیر علما و 10 خطبه در مورد ضوابط تکفیر ارائه کرد. خدا رحمتش کنه. و شیخ رحمه الله همیشه میگفت که ما آنقدر که از دوستان جاهل خود ضربه دیدیم از تشیع و تصوف ندیدیم. بله این حرف درسته. دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. وقتی در سفر هرات رفتیم، شیخ رحمه الله به دیدار مولوی صبغت الله پسر مولوی جلی الله رفت و بسیار یک صحبت شیرین و دوستانه کرد و یک حکایت جالب را از مدرسه دیوبند بیان فرمود. گفت شخص عامی که به نزد شیخ دیوبند رفت و گفت که شیخ طلبه‌تان دزدی کرده است. شیخ در جواب این عامی میگوید که طلبه دزدی نمی کند. شخص عامی خیلی قهر شد و گفت شیخ من خودم دیدم که یک طلبه‌تان دزدی کرده است و تو مرا متهم دروغگویی میکنی؟
شیخ دیوبند در جواب میگوید که طلبه ها دزدی نمی کنند، بلکه بگو که دزدی کرده، چون کسی که طلبه باشد دزدی نمی کند. و شیخ متوکل رحمه الله مولوی صبغت الله گفت کسی که سلفی باشد اون گستاخ و بی ادب باشد و کسی که بی ادب است به ائمه توهین میکند اون سلفی نیست. و شیخ رحمه الله به طبقه اناس چنان خدمتی کرد که تاریخ افغانستان را نظیرش را ندارد. خصوصا در کابل بیشتر از 100 مولانا عبدالملک در زاهدان همین کار کرد. در اولین بار تحصیل دختران در میان بلوچ ها مولانا عبدالملک شروع کرد. همینایی که الان دستبوس پابوسی میخوان بر ضد شدن، کاری کردند که اونجا بره بیرون. و اون موقع چه حرفایی بر علیش درست میشد، با وجودی که یکی از پاکترین مردمی بود که من دیده بودم. خصوصا در کابل بیشتر از 100 حلقه درسی برای خواهران داشت که در هر حلقه درسی بیشتر از 200-300 شاگرد مصروف تعلیم بودند. و آخرین بار که با شیخ رحمه الله ملاقات کردم خیلی احساس خوبی داشت و با آمدن امارت اسلامی خوشبین بود و آن را پالنیک و گامی به سوی پیشرفت دین و دنیا خواند. اما موقف امارت اسلامی خیلی ناجوانمردانه و دور از عدالت اسلامی است. با وجودی که امارت اسلامی قاتلین شیخ رحمه الله را شناسایی کرده است، شناساییشون کرده و برای بعضی ها خصوصی گفته است که قاتلین شیخ رحمه الله بیشتر از 20 نفر سیفی هستند. عجب، این معلومات تازه من نمیدونم. حضرت عمر میگه که اگر اهل یک شهر متفق بشن بر اهل یک قریه متفق بشن بر قتل یک نفر، همه رو من میکشم، قصاص میکنم. و حق هم همینه. 20 نفر چیه؟ که قاتلین شیخ رحمه الله بیشتر از 20 نفر سیفی هستند که شیخ را اولا بسیار شکنجه داده و بعد شهادت رساندن. خب اینا با لباس امارات اومدن، 2 بار باید محاکمه بشن. اما امارت اسلامی به خاطر اینکه سیفی ها کدام موقفی نگیرند قاتلین شیخ را محاکمه نمی کنند، چون در امارت اسلامی بیشتر از 20,000 سرباز سیفی هستند. پناه بر خدا، پناه بر خدا. پس امارت اسلامی طالبان وضعیتی داره که حضرت علی علیه السلام با قاتلان عثمان داشت. 2000 نفر از قاتلان عثمان در لشکر علی بودن. معاویه وقتی ازش خواست که قصاص بکنه گفت اینا قدرت دارن، من قدرت ندارم، چطوری قصاص بکنم؟ مسئولین امارت اسلامی میگویند که برخوردی با غیر مقلدین صورت میگیرد و مدارسشان بسته میشود. ما از آنها بیخبریم. خیلی سخن موثق است. وقتی امارت اسلامی آتش بس اعلام میکرد 1 مرما فیر نمیشد، اینقدر سربازانشان گوش به فرمان هستند. چطور ممکن است قطعه بدری بالای خانه شیخ معروف چاپه اندازد؟ چاپه یعنی چی؟ و مدرسهش را ببندد و اینها بیخبر باشند. شیخ عبدالقدوس حکیمی را در ولایت کاپیسا تهدید به قتل کردند و گفتند درس بخاری را ترک کن و به جایش هدایه را تدریس کن. هدایه با که رأی و اجتهاد فقهی با بخاری قبل مقایسه که سنت صحیح پیامبره. چقدر این شخصی که این حرف میزنه چقدر احمق باشه، چقدر نادان باشه، چقدر بی سواد باشه، چقدر متعصب باشه، چقدر کور باشه. کتاب هدایه کتاب محترم مذهبی در مذهب حنفی، کتاب فقه و غالبا مسائل رو بدون دلیل میاره، یعنی کتاب عمومیه و جایش بله وگرنه کشته میشوید. خب خود همین حکم که کسی بخاری رو ببنده، هدایه رو تدریس کنه، کشته میشی، این حکم شرعیه؟ این حکم احمقانه قاتلان و جانیانه، حکم شرعی نیست. و صدها مثال دیگر، مش نمونه خروار. ما والله قسم تعصب نداریم. حنفی ها برادران نورچشماند و برای امارت اسلامی بارها در سجده های خود دعا کردیم. اما خواهش ما این است که امارت اسلامی موضع خود را واضح بیان کند و قاتلین شیخ رحمه الله در انظار عامه محاکمه کند. حرف همینه، حرف حق همینه. بنده
شاید 3 بار این موضوع رو از مولانا مجاهد خواستم که آخرین بارش امروز باشه. یعنی در حدود 3-4 ساعت پیش. خداوند به سخنانتون برکت بده و تعصب و لجاجت را از میان امت اسلامی برداره. آقای محمد یونس، آیا اویس قرنی در احادیث ذکر شده؟ بله. اویس قرنی اگرچه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده، لیکن چون پیامبر رو ندیده، اصحاب پیامبر رو دیده، از تابعین حساب میشه و عمر ازش دعا میخواسته به خاطر فضلی که پیامبر فرموده که مستجاب الدعاه. آقای عمر ترکمن گفتید من اهل سنت هستم، خب ولی این میخواستم بگم شاید کار اطلاعات باشه. خب این از اول میگفتید، بعدی که من کشفش کردم. آقای یوسف راجع به خاسرین شما دیشب سوال کردی، من جواب دادم. عقوبت اخروی خاسرین این بستگی به جایی داره که استعمال شده. و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، کسی رو که خدا گمراه کنه اونا زیانکارانن. خب گمراهان زیانکاران دیگه، اهل جهنمن. دقت میکنید؟ این اصلاح این مطالب خیلی خیلی مهمتره. در عمرش یه بار ما ندیدیم مولانا عبدالعزیز تعویض بده یا تعویض بگیره. این آقایون میان صوفی نشونش میدن به خاطر دنیای خودشون. بلدن از مسجد مکی سلفی ها رو طرد کنن، بلد نیستن که بر ضد منکرات، بر ضد تعویض نویسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که میفرماد که کسی که تعویض بنویسه شرک انجام داده، موضع بگیرن. اگر خودشون دستشون نباشه. دست آورده نظام قبلی دموکراسی و اسلام ستیز، همیرا قادری نویسنده کتاب رقص در مسجد. جمشه اگر چند سال دیگه این نظام دوام میکرد، الله متعال بهتر میداند که مسیر جوانان ما با کدام سمت بود. شما مقصودتون کجاست؟ افغانستان یا؟ در همون دوره طالبان ما عاشق شدیم، در مسجد رقصیدیم. خوب کردیم. کتاب رقص در مسجد نامش از یک بخش گرفته شده که خانم قادری بعد از این که اول در آشپزخانه بچهای محله رو جمع میکنه، زمان طالباست درس میته، بازو جای تنگ میشه، باز بالاخره به مسجد محله کوچ میکنن و در مسجد محله درس میته بچه و دخترای خود ترک را. و یک روز یک از این دخترها در این مسجد میرقصه. بعد اینا با ترفند خاصی طالبا را قانع میکنه که نه اینجا کس نمیرقصید. ما یک از شاگردها را که قرآن خوب یاد نگرفته بود داشتیم مجازات میکردیم، میزدیم. کل گپ اینجاست و طالبان قانع میشوند. یعنی در سرزمینی که رقصیدن جرم است، مجازات یک کودک حاکمان را قانع میکنه. رقص در مسجد نامی است که تکان دهنده و تلنگر آب. چرندیاته، این حرفا چرندیاته. همین طالبانی که میگن ضد زنن، نمیدونم ضد درسن،
مولانا فضل الرحمن میگفت که در بار اول 60 یا 600 تا مدرسه برای دخترها داشتن، لیکن تبلیغات دنیا بر ضدشونه. دلمون تنگ شده به آخوند پرنده، دیگه ازش خبری نیست. خب بفرستیش، میذارمش. آقای سلطان سلیم، سخنان تند اعضای طالبان بر علیه ایران حق نداره در امور دخالت. اینو دیشب پخش کردم، حرفای خوبی بود. پرده آخر، هر سال خون تازه در بعضی موضع ها. میگم بریم پرده آخر. این جزء قطعیات تاریخ هست. ببینید هم در ارتباط با اون شبی که ابا عبدالله علیه السلام در روز اون شب، یعنی شام عاشورا، هم به اصطلاح اون شب، قطعیات یعنی متواتر. ببینیم حرف ادعایی که میکنه راسته یا نه. در روایات هست جز رخدادهای شگفت بعد از حادثه کربلا که هر سنگی را از زمین برداشتن، خون تازه از زیرش جوشیدن گرفت. این روایاتی از این دست بعضا داریم. داشتن خون تازه از زیرش جوشیدن گرفت. این روایاتی از این دست بعد از حادثه کربلا که هر سنگی را از زمین برداشتن، خون تازه از زیرش جوشیدن گرفت. همه اینا دروغه، اینا از قطعیاته، همه اینا دروغه، حرف مفته. این روایاتی از این دست بعضا داریم. روایت ها شیعه که دیگه روایته، یه مش دروغ جمع کردن، کارخانه دروغ سازی. و جدای از این در تاریخ هست مواردی که امروزه هم به هر حال موارد قابل اثبات هست که تربت اصل ابا عبدالله سلام الله علیه که در بعضی از موزه ها ممکن نگهداری شده باشد کسانی داشته باشند. این هم دروغ محض. حضرت ابا عبدالله تربت داشته، بر سر تربت نماز میخونده. خدا لعنتتون کنه با این دروغاتون که بر دین افترا میزنید، بر حضرت حسین افترا میزنید. خون تازه ازش جوشیدن میگیره در روز عاشورا. بله حق داری آقا، اگه موهات ساقط هم بشه حق داری. شب و روزگار. اینا قطعیات ایناست. قطعیات چون اینه. طب خنده‌دار طب ولایی در نظام خامنه‌ای و آخوندها. سوال کردن این که انسان پوشش نداشته باشه، مثلا لخت باشه، شیاطین طمع میکنن، بیماری تولید میشه. حالا اگر چنین چیزی بشه، یکی دو تا سوال بود. که راه درمانش چیه؟ حالا اگر این اتفاق افتاد، برای دور کردن این شیاطین بایستی برکنه 2 تا یا 3 تا یا 4 تا کفتر کبوتر نگه دارن. روایت داره که اینا وقتی حال میزنن اونها فرار میکنن. برنامه آیین سلامتی است که داریم تقدیم شما میشه از این لحظه. ایشالله که تنتون همیشه سالم باشه. اگر یه کوچولو خدای نکرده حالتون ناسالم هست، با ما همراه باشید، سوال خودتون رو مطرح بکنید. سعی کنید با حضور استاد عزیز و ارجمند تبریزیان به سوالهای شما پاسخ بدید. استاد پرسیدن که ضمن عرض سلام و تشکر، یه نوع بیماری نیمه کوری دارن. نیمه کوری آیا درمانی براش هست یا خیر؟ بیماری هم اسمشو گفتن ماکولا دیژنریشن اگر درست بخونم. خانم نیلوفر از انگلستان سوال پرسیدن. با یاد و نام تومور سرطانی بدخیم جهان اسلام، مقام عظمای ولایت قده تو سرش هست، بی شرف ملفرم، برنامه طب ولایی رو شروع میکنه. این خانم ماکولا دیژنریشن که بیماری نیلوفر اینا گرفتن، اشاره کردن به بیماری نیمه کوری که این مشتق از بیماری ماری کوری توری هستش که بلافاصله میزنه به دست و پا و
راه حلش هم اینه که شما ناخوناتون رو مانیکوری و پدیکوری کنی، همونطور که شاعر میفرماید رفته بودم مانیکوری، بعدم پیش پدیکوری، بعدم پیش امام، اینا چه درس میدن؟ رقص تویست. استاد تبریزیان، درسته اصلا آب درمانی در طب اسلامی وجود داره یا نه؟ اصلا طب بلایی روی آب درمانی سوار شده و استاد این طب هم خود مقام عظمای ولایت هستن. شما نگاه بکنید حرفهای آبکی، وعده‌های آبکی، فتواهای آبکی، اصلا آب میبندن همه چی رو. الان که اصلا تحریما ایشون رو آب لنبو کردن، یعنی خود الان مقام عظما به نقطه امید درمانی رسیده که وای میسته زیر بارون دهنشو وا میکنه به امید اینکه آب بارون بخوره سخوره. استاد حالا بحث آب باران شد، بعضیا میگن آب نیسان. احسن تره آب نیسان، به خصوص اگه نیسان آبی باشه خیلی موثر باشه. چه فضیلتی میشه. آب پیکان هم بی تاثیر نیست. البته خب ما الان تو شرایط تحریم مثال میبریم، وگرنه الان آب بی ام و، آب مازراتی رو اصلا آب درمانی اون ور آب ما پاپا بده. استاد روش این آب درمانی چه شکلیه؟ تو هم خیلی دیگه گرفتن آب نیسان هم من باز یادتون بدم. آب طالبی رو شما چجوری میخورید؟ میدونید تو مورینش حالا جای طالبی یه دونه نیسان بنده آبیشو میگی بزن به بدن که برای همه مردا خوب. مثلا کسی که نمیدونم معده درد داره، چه که ضعف بینایی داره، آب درمانی برای اون ضعف بینایی هم خوبه. ببینید اتفاقا خیلی خوب شد که گفتید. کسی که تو معده چیزی نمیریزه، یعنی چیزی واسه خوردن نداره، بیناییش هم ضعیف میشه که درمانش اینه که خب سماق میشه یعنی وارد مرحله سماق درمانی میشه. اما ما تو همین نظام مقدس جمهوری اسلامی بیمار داریم که مال مردم خورده، راند خورده، زمین خورده، کوه خورده، دکل خورده، نفت خورده، همه رو چپونده تو خندق بلا. بعد چشاش مثل عقها دارای بصیرت بلاییه. حالا ممکنه بگید آب درمانی این وسط چی شد؟ همه اینا رو خورده، یه آبم روش، بعدم رفته اون بر آب ما پاپ تاپ. استاد بعضی میگن حمام که میدید آخر حمام یه 3 قلوب از این آب دوشی که داره میاد یا آب شیر حمام بخورید برای بدنتون خوبه. درسته چنین چیزی؟ ببینید این آب دوش و خود دوش نه تنها در طب بلایی بلکه در ادبیات ما هم روش تاکید شده. من مثلا شاعر ماهر میفرماید دوش چه خورده این دلا که نکی میپرسه، کسی تازه هم اومده بیرون میپرسه دیگه. آره دیگه. یا مثلا از این دوش ما در زمینه فیزیوتراپی استفاده میکنیم. اونجا که میگه دوش چان محلق و خوش ادا که روی مهرهای 13 و 14 کمک خیلی تاثیر به سزایی داره. تلفن داریم از فارس، سردار خانم پیراسته. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. ببخشید ما یه نفری 3 ماه ترک کرده، ترک اعتیاد. بله. بعد الان 3 ماه درد بیجون بی‌حس بدنش. بله. خیلی مشکل، اصلا خواب داره، مشکل غذا داره. بله. همین مشکل ایچیا داره، اعصاب و روانش خیلی به هم رسید. لطفاً ما راهنمایی بکنید. خیلی جالب بود که این خانم دست گذاشتن روی قلب طب بلایی که حاصل تجربیات خود ولی فقیه هست. مقام عظما خودشون روزی یه 25 تایی حق میزدن. 3 ماه بهشون جنس نرسید، تمام بدنشون درد و مرد و بی‌حسی و مشکل خواب و ماب و غذا و مدا و بعد دید نمی‌صرفه، دوباره دود و دم رو شروع کرد که خب خوب شد. بعد متاسفانه تحریما اومد که روزی 10 گرم بهش اضافه کرد. روزی 10 گرم چجوری؟ یعنی این بستگی به بدن صدنت داره. بدن با بدن فرق میکنه. بمبی میخواین، حلی میخواین، سیخی داریم، باپوری داریم. اصلا کلا این دوای همه درداست. ماست پاست. استاد حالا چون بحث حنجره شد، بعضی مداحن روزتونن میگن دوست داریم صدامون باز بشه. چی بخورن چیکار کنن؟ چی بخورن؟ سوال خوبیه.
والا من هر چیزی فکر میکنم میبینم دیگه چیزی نمونده که ایشون بخورن. تو این 40 سال همه چی رو خوردن، دیگه سر سفره انقلاب چیزی برای خوردن نداشتن، مردن نداشتن، بردن نداشتن، اینو بخورن. دست شما در نکنه. خیلی ممنونم که لطف فرمودید با ما همراه بودید. استاد عزیز و ارجمند تبریزیان، اگر فرمایش خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنم. نه من فرمایشی ندارم، من تشکر میکنم از شما و از همه بینندگان ولایی و از زانوی باجناق این برادر بسیجی خدا نگهدار همتون. دادتون پاپاتون ستتون پاپاتون. بله، آخوند پرنده آخوند پرنده مختصر بود، خیلی بیشتر از اون بود سابقا. این که فقط یک دقیقه و 27 ثانیه. خود آخوند پرنده 6-7 دقیقه. آیه باباجان تاجیک: از اشخاص کمتر ازم سوال کنی. شخصی که ازش سوال کردی من روشش رو دوست ندارم، منهجش رو دوست ندارم. سخنان شیخ دعوه مولانا ابو عبیدالله متوکل رحمه الله. در مورد موضوعی که شما سوال کردی، اگرچه بسیار دوستا امیر سوال میکنن، ما اول موضوع را خفال نیک میگیریم از اینکه الحمدلله نظام بسیار ملحد خبیثی از بین رفت. اول موضوع اینمی فال نیک است. دوم است که همه برادرها خصوصا برادرای موحد ما کلش در زندان بود. الله سبحانه و تعالی آزاد ساختن همه را. حتی دو قسم آزادی شد، یک آزادی از اصل زندان، یک آزادی که در بیرون بودن لیکن گشت و گذار نمیتونستن، حتی ملاقات با یک برادر خود نمیتونست. الحمدلله و آزاد شدن. و سوم است که فضل الله سبحانه و تعالی به مجرد رسیدن این موضوع، یعنی رسیدن طالبا، یک زن در حالت نمیبینی، یعنی برهنه نمیبینی. خودش یکی از جمله دستاورد هاست. به هر مقداری که انشاءالله امیدوار هستیم که در آینده هم این مردم الله متوجه حقیقت بسازد. بله مشکلات و مشاکل خو وجود داره، در شکی نیست که تعصب و بدبینی ها خلق شده، لیکن ما میقدر مقداری که فی الحال کدام خوبی هایی که آمده ای قابل تقدیر است. آینده دیده شود که چی گپا میشه و چی نمیشه. ما دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی هم امت اسلامی را توفیق تطبیق شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم که آورده برشان نصیب بگردانه. امروی ما، امروی همه دوستان.
جزاكم الله خيرا وبارك في عمرك. مولانا متوکل حسین امارت اسلامی است. مظلومان شهید شد، بلکه از مظلومیتش اگه بگم بیشترم غلوب نکردم، بلکه حسین علیه السلام در مقابل یک حاکم تقریبا قیام کرد. ایشون قیامی که نکردی چی؟ بلکه تاییدشون هم میکنه. خداوند قاتلانش را نفرین کند. موضوع طنز امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکند. زمان 1 دقیقه. بدبختی ما از این جمله آغاز شد. بدبختی ما از این جمله آغاز شد. امریکا هیچ غلطی نمی‌کنه. آمریکایی‌ها اعلام کردند که 10 میلیارد دلار به ایران لطمه زدیم. آمریکا هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه. تو این 3 سال حداقل 105 خب لجاجت همینه دیگه. لجاجت همینه. ملت به خاکسیا نشون دید میگه غلطی نمیتونه بکنه. ملت دشمن شما کرده میگه غلطی نمیتونه بکنه. افکار شما رو خونده آورده مسلطون کرده بر منطقه تا صهیونیست‌ها رو خوشنام کنه. به این نتیجه رسیده. لیکن شما اونقدر کودنید که این چیزا رو نمیفهمید. ولذا در طول تاریخ اهل علم میگن که رافضیان سوارکار یهودیان هستن. اگه بگیم سوارکار صهیونیست هستن چه بهتر. 50 میلیارد دلار به کشور لطمه زدن. نه آمریکا میتونه هیچ غلطی بکنه. با تحریم غلط و عملیات تروریستیشون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. جلو دارو رو گرفتن، جلو درمان گرفتن، جلو مواد غذایی رو گرفتن. هیچ غلطی نتونستن بکنه. با افتخار اعلام میکنه که من هم 70 میلیارد امسال از منابع ایران ما جلوش گرفتیم. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. افتخار کردن که ما 5 میلیارد دلار ایران از صندوق داشت میگرفت و ما مانع شدیم، اما آمریکا مانع شد. نه آمریکا میتونه هیچ غلطی بکنه. تمام این جنایات پای کاخ سفید. علت اصلی رعد و برق مشخص شد. ببینیم این چیه دیگه. روایات داره این رعد و برق باید بس کمرتون بزنه. هر چیه شنیدی روایت یعنی دروغ، یعنی افسانه. هایی که شما میشنوی این صدای شلاقیه که به دست حضرت جبرئیل امین میزنه به پشت این ابرها، اینا رو به هم حرکت فوق. شما میگی آقا سائقه شد، آقا آسمون قلوم. بیا روایات هست. هایی که مرغ پخته رو به مادری که فرزندش را فروخته، اعوذ بالله، اعوذ بالله، دستاورد ایمان مذهبی. این تقلید مذهبیه، ایمان کورکورانه. این پسره حکم اعدام براش صادر شده به خاطر همین مادر. داره ناله میکنه. هیچ من هستی وقتی که مبارک خداوند باشید نمیخوام بدون من چند وقت انتظاری داشتم از شما تلفن سپاه گرفته بودم که جمعه خودم آخه برگشت میگه خودم لوت دادم. بالاخره حالشان میونه خود به خدا برای تکلیف گناهانت بشید بازم میونه خود به خدا
تقلید کورکورانه اینه. حتی حس مادری از بین رفته، از حیوانات بدتر. بالاخره نه بالاخره این میشی اعدام میشی چرا که بالاخره توبه کن. ایمان سیفی و ایمان رافضی همینه که میبینید، هر دو چهره شوم یک سکه، دو چهره شوم یک سکه. اون موضوع دیگری، این موضوع دیگریه. اونا مسلمان نبودن، اونا می جنگیدن. اون پدر مادران لیکن اینا این چه ربطی به اون داره؟ این پسره میگه من مسلمانم، خودش هم مسلمانه، اعدام بشه؟ خب الان بهترین فرصت اومده برای بکنن. آقای بسم الله امینی علیکم السلام. عزیزم شما همش جیم جواب من. خب بعدش چی؟ سوالتون کجاست؟ اون بالاهایشون اگر کسی با یک یا رکعت، مو راکت آقا، رکعت یا 2 رکعت نماز جماعت برسد، وقتی که امام به شانه راست سلام گفت بلند شه، باقی نماز رو باید با شانه چپ بلند شه. این حرفا چیه؟ شانه چپ شانه راست چیه؟ این حرفا رو بفرستیم بر سیفی ها. باشه نماز رو کامل کنه، تمام شده رفت. مولانا متوکل درباره قلب‌های کور. حالت به کجا رسیده، ولی مورد امتحان بزرگ الله قرار داریم. مورد امتحان الله داریم. اگر امروز سیاست مسلمان در قبله مسلمان به عزت و به عفت میشه، دست نجس اسرائیل یهودی که شرمنده ترین قوم بشریت است، که کل عمر در عناد و حسد و بر فوق طلبی تیر کردن، حتی دعوت به کسی نمیده. او مردم در کجا رسیده؟ چرا این ملت، این مسلمان ها در هر جای قرار است؟ اگر توته های گوشت اطفال سوریه در سیخ های امارت ها بند باقی نمانه، این دنیای کفر کجاست که داد از حقوق بشر میزد؟ نه ای مسلمان به الله قسم، امروزم که تو درک نکنی، دشمنی تا نشناسی، این دشمنی اصلی دین نشناسی، به الله قسم ایمانم نمیبری. بخون نکو خدا فریب نده. روسیه پلیت خبیث که تا دین روزه ممالک اسلامی ما را بلعید، شخصیت امام بخاری آره که مرکز دین بود بخارا، او را مبدل به سانه ها و بیدینی ها ساخت. امروز تا سوریه را دامنی خدا میکشه. این لعنتی خبیث چرا بالای اسرائیل روان نمیکنه برای که دفاع از ملت مظلوم فلسطین بکنه؟ یا تعجب بایست آن لعنتی تو تا دین روزه ملت افغانستان کرکورو نمیکشتی؟ امروز که کدام بدبختی در این ملت است، از همین کمونست پلید پیدا شد، همین رزیل روسیه تربیه کرد، همین خودباخته ها و دین باخته های مشرک کافر که امروز برش مردم لقب شهید میده. از الله که ضمیرت خبر داره، از نیت و ارادت خبر داره، چطور پنهان میکنی؟ ما در دنیا انتقام بگیریم نگیریم، ما فقط مورد امتحان الله متعال قرار داریم که ما مؤمن واقعی هستیم یا نه مسلمان های رسمتی هستیم. کدامش هستیم؟ ایمان در قلب ما جا گرفته؟ دوستی، دشمنی، تعلقه، رابطه ما به محور امی ایمان و عقیده است؟ یعنی که نه دیگه امور است. دنیا تیر شده نیست. الله حق نصرت میده. اگر ما تو نکردیم الله قومی را پیدا میکنه، غیرت برش نصیب میکنه، همت برش میده.
او حراسی نداره به جز از الله متعال. نه از تکنولوژی این غرب میترسد، نه از هیاهوی زمزمه این دنیای کفر میترسد که الله کلگی یکی شد، که الله اینطور شد. و ملت مومن توی طور اسلحه داری که دنیای کفر نداره. اسلحه که تو داری هیچ نظام کفری نداره. او اسلحه ایمان و عقیده است. ایمان و عقیده است که تو را همیشه کامیاب میسازد. تو خیلی ایمان و عقیده، امروز ایمان و عقیده وجود نداره. ما همه چیزای خدا فروختیم، غیرت خدا، همت خدا، دین خدا، شجاعت خدا، همه را قربان نعوذ بالله بیدینی ها کردیم. خوش بایستیم تحقق دموکراسی شود. تو لعنتی باز در روز قیامت جواب بکنی. روزی میرسه انشاءالله که الله از پیشت سوال میکنه. دنیاگه که تا 4 روز خوب که خوب هم نکرده ای. 4 روز خوب است. همون جنرالای خبیثی که دنیای کمونیسم در این وطن سرازیر کرد، همه چیزی خدا فروخت، آخر گادیوان جور شد، شلغم فروشی را شروع کرد. الله زلیلت کرد. لعنتی از لنگی و ریش بد میبردی، لنگی و ریش اله کردی. خدا مولا امام مساجد هم جور کردن کمونیستا. امروزی غربکی ها، این غلامای غرب، این سگشویا، این مردمایی که سالا نعوذ بالله شیر امی غرب خورده، امروز آمده خدا بالا میکنه. الله اینطور ذلیلتان کنه، خور اینطور ذلیلتان کنه، خواریتان کنه که در ارمان این خاک افغانستان باشه، لیکن قدم مانده نتونه. انشاءالله ما امید دارم نسل جوانی ما بیدار شده. هر کس در تلاش عزیز که دفاع از کتاب الله و سنت رسول الله بکنم. هر کس تلاش داره که ما مطابق نقشه رسول الله زندگی اختیار کنم. الحمدلله میبینیم مومن فریب نه. لا یمدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. از یک سوراخ 2 دفعه گزیده نمیشیم. به نام دوست کسی دیگه به خود معرفی برامون نکنه. دوست ما کیست؟ کسی که لا اله الا الله در قلبش است و با مقتضیات لا اله الا الله زندگی داره، ولو که پدرت باشه، ولو که برادرت باشه، مادرت باشه، اولادت باشه. اگر این کلمه در قلبش جا نداشته باشه، با مقتضیات این کلمه زندگی نمیکنه، هستم رایتان قطعا مردود است، ملعون است، اعلان براءت است. دست شما درد نکنه. آقای محمد عمر زاهدان بازم شهرداری زاهدان خانه یک بلوچ را خراب کرد. خداوند حق اینها را از خامنه‌ای و از مقامات استان بگیرد. جوڑے انتا دیگر چیز جوڑے انشاءاللہ جوڑے گا. شهرداری یا خراب کرتی جان. خدا نفرین کند چون شهردار و شهرداری را. مولانا عبدالعزیز جان نیستی ببینی که بلوچ ها رو بی خانمان میکنند و مولوی عبدالحمید هیچ کاری نمیکنه جز سکوت. بله. آقای ابو محمد افغانی مولوی های سنی نما در دسترخوان مفت امام زمان خیالی در چمکران. این غذای امام زمان است. خوب گوش کنید با برادران مولوی. امام زمانی که از مادر متولد نشده این غذاشه. بفرمایید. داریم میخوریم. من از شما سوال میکنم برادران عزیز، اتیوپی چه خبر؟
یه صوتکش قطعا یادگه. این کلیپ در حالی ضبط میشه که خود بنده ازم گرسنه ترم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این هم یه فضای مقدسی از مسجد مقدس جمکران هست. بتخانه جمکران، مسجد مقدس بتخانه جمکرانه. شماها سیاهی لشکرید، روز قیامت سوال میشید. یک نهار مجانی دادن، آرزو به دل یک آبگوشت، نگاه کنید بدون یک ذره شیمیایی بودیم. انشالله خود امام زمان بیاد این روغن نباتی ها هم جمع بشه انشالله. خدا حافظ شما. راجع شما امری نداریم. مسخره اندر مسخره. آقای سید شهاب، آیا کسی که تا آخر عمر نماز بخواند و بمیرد را همیشه در جهنم خواهد موند؟ اگر انکار نکرده خیر. اگر نماز انکار نکرده یعنی کافر نشده. اگر زن شوهردار با کسی دیگه فرار کنه کشتنش جایزه یا نه؟ خب باید سخن هر دو طرف رو شنید. اینا خونه، قضایه خون ساده نیست. دقت میکنید؟ باید سخن دو طرف رو شنید بعد چنین حکم رو صادر کرد. اگه کسی بر زیاد کردن روزی تعویض بگیره که روزیش زیاد بشه گناه، 100% گناهه. اصل تعویض گرفتن گناهه. سخنان خمینی سال 57 همه ایران فقیر است. خمینی 7 دی 58 مردم روی معادن نفت نشستن و گرسنه. بله ببینیم چی میگه. همه جای ایران فقر است، همه جای ایران بیچارگی است، مردم خانه ندارن. بله این روزه ها رو خوند برای که بیا سر قدرت، برای که خداوند مچشو باز کنه، هم خودش و هم خلفش. یه مشت آخوند دوز و مسلط کرد بر کشور که کشور رو 100 برابر 1000 برابر از زمان شاه بدترش کردن. هیچی نداره. اونجایی که معدن نفت است، روی این معادن همون مردم اونجا نشستند و گرسنگی میکنند. الان که آب ندارن، همون رو معادن خوزستان رو میگه، الان که آب ندارن خاکشون هم بردی جای دیگه. سر و پای برهنه راه میرن. گاهی من از اونجا که یک دفعه که عبور کردم از همون طرف اهوازون ها، از این دهات اطراف، از این راهی که ما میرفتیم و حتی قطار عبور میکرد، از این اطراف این بچه ها، این سر برهنه ها، این پا برهنه ها، خیلی دلت براشون سوخت نه؟ به این خاطر هم را به کشتن دادید؟ هجوم می آوردن که این چیز بگرد. این جایی بود که مخزن نفتشون زیر پاشون بود. داداش میرفت جایی دیگه. خب الان جواب این حرفا رو پیش خدا بده که این همه سر ملت دروغ گفتید. آقای محمد افغان، برادر بزرگ، ما دعوتگر روشنگر برای تمامی فارسی زبانان، دری زبانان، بلوچ زبانان، برای کرد زبانان، عرب زبانان، برای پشتو زبان جهان، برای اردو زبانان
لور زبانان ترک زبانان. ما الحمدلله از این برنامه ها بسیار قشنگ زیبای شما را در برادر بزرگوار که خصوصا ترجمه تفسیر قرآن کریم است ما یاد میگیریم، میآموزیم و بسیار لذت میبریم. الله تعالی در علم شما، در عمر شما، در دعوت شما، در روشنگری شما، در شبکه شما بر مبارک توحید شما جز عافیت فراوان نصیب کرد، خیر و عافیت فراوان نصیب کرد. آمین یا رب. ما بسیار خوش هستیم که همه روزه این برنامه های معنوی شما را میشنویم. خدا خیرتون بده. بعضی مردم عادت کردن برای گدایی کردن، هیچ کار و زحمت نمیشن. این کار حرامه، نادرسته. فقط منتظر کمک های خارجی هستند. من براشون نصیحت میکنم بیاید با من کار کنید. میگوید برادر ما در برادران ما در خارجند، برای ما پول میفرستند، حاجت به کار کردن نیست. آیا گرفتن چنین کمک های حرام؟ قطعا حرامه، قطعا. کتاب رقص در مسجد توسط خانم شیعه و متعصبین قومی و زبانی نوشته شده و نویسنده این کتاب خانمی است که طفل نوزاد خود را به خاطر رفتن به امریکا رها کرد در کابل نزد شوهراش و بالاخره از شوهرم جدا شد. اینها اسلام ستیزند. بله مشخصه، غرب زاده های اسلام ستیزند. آفرین که توضیح دادی. شما میگی که مولوی عبدالحمید با تعویض نویسی مخالفت کنه. موضع مولوی عبدالحمید بر علیه تعویض نویسی، خودش قاری محمد سلیم را کنار مکی برای تعویض نوشتن تعیین کرده و گذاشته و این رقیه نویس یک دو وقت در مکی نماز میده و عبدالحمید پشت سرش نماز اقتدا میکنه. این دیگه حرف خیلی بزرگیه. این یعنی شریک جرمه. آیا این فرد از ترمیم مکی میتونه بر علیه تعویض فروشان و ساحران موضع بگیره در حالی که سلیم دعا فروش را خودش گماشته؟ بله. اینو آقای مولوی عبدالحمید که قطعا تکبرش اجازه نمیده اینجا زنگ بزنه، اگرچه از بنده 3 بار عذرخواهی کرده و من نپذیرفتم، لیکن از مسجد مکی هر کسی این موضوع رو عادلانه و منصفانه رد کنه خوبه. اگر درست نیست، اگر درسته که رد کردن نمیخواد. بله. باز اینا ها چون مولوی عبدالعزیز میچسبن. نتیجه شوم تصوف همین تعویض بازی هاست دیگه. آخرش هم سحر و جادو و دجالگری میکشه. آقای محمد باقر از سنندج در مورد برتری قوم بنی اسرائیل در آیات 47-120 سوره بقره و سرایت ها تعیین سرزمین مقدس مقرر تا ابد برای قوم بنی اسرائیل در آیه فلان. آقا اینها وقتی بود که اونها هنوز مورد لعن قرار نگرفته بودند، اونم در زمان خودشون. بعد از اونجا بیرون رفتن در دنیا پراکنده شدن و خود یهود الان یهودی اصلی میگن که درست شدن اسرائیل به ضرر یهوده، چون همه به کشتن داده میشن بنا به روایت های تورات. آقای ابوالفضل هدایت شده، شما این کلیپ رو 2 بار فرستادید، مقصودتون چیه؟ این زبان جرمش کمه، جرمش خیلی زیاده. این زبان الله تعالی اینو تو غلاف کرده. ببین ولسان و شفتین، این 2 تا لب مثل نیامه. آقا شمشیر زبان تو هرج در نیار، این شمشیر میبره، این شمشیر هلاک میکنه. این الله تعالی گذاشته تو غلاف. اگر بر باطل باشه، اگر بر حق باشه که از شمشیر کارو بیشتر میکنه. این همه سرباز پیاده نظام این دندونم دوره برش تا یک کم دراستر شد چیکارش کنی؟ گاردش بگیرید، بس کن. این همه تحت تدابیر امنیتی شدید قرار گرفته، بازم میگه.
و ساکت عن الحق شیطان اخرس. کسی که حقی رو ببینه که پایمال میشه و حرف نزنه مثل شیطان گنگ میمونه. زبان بر حق گویی است. آقای فرید شهادتگو از اصفهان توزیع سیگار صلواتی در مراسم اربعین. خب توزیع یک چیز حرام در یک مراسم حرامتر، نزد سیگار در اربعین. یک کم دیگه بره جلو و به وافور و تریاک و شیشه هم میرسه. رهبر تریاکیه. چه میگی شما؟ شیطان در این مراسم قوقا میکنه دیگه. حرام نظری بفرمایید. شراب هم که میخورن بعضیاشون به خاطر حسین، همچنان که کسی هدایت شدگان توضیح داد سالها قبل. خلاصه در یک کلام تشیع مسخره کردن اسلام به نام خود اسلام. خلاصش اینه. معجزه خمینی پستان پستان مادر شیر بخوره. اینو گذاشتم مدت ها قبل و بارها هم گذاشتم. یادآور شده بودید که درست تفسیر مولوی متوکل رو نشر خواهد کرد. بله، روزانه باید نشر میشه. اگه روزانه شما نمیبینید، من مسئولش گفتم که روزانه منتشر کنه. سلام بر شما. دروس مولانا متوکل روزانه همچنان که شما شروع کرده بودید منتشر پخش میشه یا نه؟ شیخ ابو عبدالله رحمه الله فتواهای بدون علم. تعداد ما امی آیت قرآن کریم بدون از اینکه تفاصیل مراجعه کرده باشه، از علمای برجسته تفسیری و آیت تحقیق کرده باشه، خود مفسر جور میشه و امی آیت سری کس چسبانده رویست و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. بس این رد بر دوائشه. دوست عزیز، این کلیپ فردا دوباره بفرست چون وقت برنامه داره تمام میشه و براتون در زیرنویس توضیح دادم، در زیرنویس تلویزیون و همچنین در پیامی که برای تک تک تون فرستادم که چه موضوعاتی پخش میشه از الان تا 6 صبح وقت لندن. بعد از مستند تاج امامه، علی و بسایت در زبان خودش، بعدش زندگی عمر و هاکذا موضوعاتی که براتون نوشتم. هر گفتمان قومی به شدت باید سرکوب بشه، به شدت. خدا حافظ و ناصر شما باشه. شبتون بخیر و برای تلویزیون دعا بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باید سرکوب